جلسه هفتم، 10 آبان ماه 1393. به نام خداوند. جلسه هفتم از جلسات فلسفه ویتکنشتاین با تمرکز بر روی رساله منطقی فلسفی رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین درباره قوانین طبیعت و همچنین مفهوم علیت نکاتی رو به تفصیل توضیح دادم با استشهاد به مقاله قوانین طبیعت، علیت و استقرا در تراکتاتوس و کوشیدم تبیین بکنم که چه درکی ویتکنشتاین از مقوله علیت داشته و چه تصوری از قوانین مرتبه اول و مرتبه دوم طبیعت، آنچه که موسوم به قوانین علمی است. امروز درباره استقرا، اینداکشن در تراکتاتوس نکاتی رو توضیح میدهم و انشالله اگر برسیم چنان که بعده هم کرده بودم به تبیین منزلت سوژه متافیزیکی در تراکتاتوس میپردازم و احیانا توضیح این که چقدر ویتکنشتاین ملتفت بوده به لوازم به کار گرفتن سوژه متافیزیکی در نظام فلسفی تراکتاتوس و نسبت سنجی اون با بحث از سوژه متافیزیکی در نظام کانتی، که این موضوع رو هم من در یکی از مقالات تخصصی که به همراه دوست عزیز دیگری چند سال پیش در یکی از نشریات علمی پژوهشی تخصصی داخل تحت عنوان کانت، تراکتاتوس، ویتکنشتاین و سوژه متافیزیکی چاپ کرده ایم، این رو هم عرض می شود که از اون مقاله مدد می گیرم. مقاله در کتاب زبان و تصویر جهان من اکنون در دسترس است و دوستانی که مایل باشند اصل مقاله رو بخوانند می توانند به این کتاب مراجعه کنند. خب، از مفهوم استقرا بیاغازیم. گفتیم که در باب علیت و همچنین قوانین ویتکنشتاین این مقولات رو در زمره قوانین به حساب می آورد. قانون به معنای امر پیشینی در نظام تراکتاتوسی، به این معنا که واجد معنا نیستن این قوانین، مثل قوانین منطقی، چرا که تصویر ندارند، چرا که معطوف به possible state of affairs نیستند و در باب پیشینی بودن و آپرایورار بودن اونها به تفصیل توضیح دادم. در باب استقرا حقیقتش تصویری که ویتکنشتاین در فقرات 6:31 و دیگر فقرات 6:36 به بعد نکاتی رو گفته کنار هم که بگذاریم میتونیم تصویرمون رو از تلقی ویتکنشتاین از این مقوله تنظیم بکنیم و نگاه جامع الاطرافی از آن به دست بدهیم. در فقره 6:31 میگوید که آنچه قانون استقرا میخوانند محتملاً نمیتواند قانون منطق باشد، چرا که این قانون آشکارا گزاره معنادار است. بنابراین همچنین نمیتواند قانونی پیشینی باشد. خب این فقره 6:31 من از ترجمه خودم میخوانم، چون که جلسات پیشین همچنین بود. در فقره 6:36 ویتکنشتاین میگه که بله از می شود که فقره 363 در فقره 6:363 ویتکنشتاین میگوید که روال استقرا عبارت است از پذیرش ساده ترین قانونی که بتوان آن را با تجربه ما سازگار کرد به عنوان قانونی صادق. این فقره 6:363 است. بعد فقره 6:36-31 میگوید اما این روال هیچ گونه توجیه منطقی ندارد، بلکه تنها توجیهی روانشناختی دارد. روشن است که هیچ مبنایی برای باور به این که ساده ترین احتمال در واقع محقق خواهد شد وجود ندارد. 6:36-311 اینکه خورشید فردا طلوع خواهد کرد یک فرضیه است و این یعنی نمیدانیم آیا طلوع خواهد کرد یا خیر. 6:37 هیچ اجباری که باعث شود چیزی روی دهد
چرا که چیز دیگری پیشتر روی داده است در کار نیست. تنها ضرورتی که وجود دارد ضرورت منطقی است. این 637 و فقره 6371 رو هم بخوانم تا بحث خود رو پی بگیریم. میگوید کل مفهوم مدرن جهان مبتنی بر این مبتنی بر این توهم است که آنچه قوانین طبیعت نامیده می شود تبیین پدیده های طبیعی است. خب ببینیم که با استشهاد به فقراتی که خواندم احیانا درک ویتگنشتاین از مفهوم استقرار چه بوده و چه نسبتی داره با قوانین علمی، قوانین مرتبه اول، قوانین مرتبه دوم و بحث از ضرورت یا نسسیتی که با آپرایورال بودن هم عنوان است در فضای رساله. ببینید در اولین فقراتی که امروز خواندم ویتگنشتاین توضیح میده که استقرار مشتمل، اولا گفت استقرار معنا داره، استقراهایی که ما میکنیم. اینجا تفکیک میان استقرای ناقص و استقرای تام مد نظر ویتگنشتاین نیست. میدانید ما در استقرا کاری که میکنیم اینه، موارد مختلفی رو میبینیم. مثال خیلی سادهش چند تا قو میبینیم که سفیدن و بعد این حکم کلی رو صادر میکنیم که همه قوها سفیدن. هرچه موارد مؤید بیشتر و موارد مبطل کمتر باشه قاعدتاً درجه احتمال این گزاره ما و درجه محتمل بودنش، درجه احتمال موثق بودنش، صادق بودنش بیشتر میشه. چرا استقرا معنا داره؟ برای اینکه در نظام ویتگنشتاین توضیحی که میده راجع به استقرار تفاوتی داره با درکی که از علیت داره. علیت رو نوبت پیشین ما دیدیم و علیت بالمره آپرایورایه، یعنی اگر خاطرتون باشه نوبت پیشین هم گفتم که تنین کانتی پررنگی داره، مثال نوعی کاتگوری هاست، یعنی یک کاتگوری که ما در ذیل اون عالم رو میفهمیم و انگار هیچ حالتی متصور نیست که با پیش چشم قرار دادن اون اصل علیت باطل بشه. خاطرتون هست توضیح دادم ما انگار که نوعی فاین تیون شدیم به قول اِوولوشنیستا، کسایی که به اِوولوشن باور دارن. حتی حالا از این اصطلاحات ویتگنشتاین استفاده نمی‌کنه، اما برخی از شارحانش این تبیین رو کردن که انگار ما شاید 1000 سال پیش جور دیگری بودن آدمی‌ها، شاید 2000 سال پیش به نحو دیگری بودن، ما نمی‌دانیم. رفته رفته از نظر اینها انگار یه جوری است که نمیشه عالم رو به نحو غیر علی معلولی فهمید. میدونید با نگاه بچه‌ها شاید به این عالم ما این قصه رو بهتر بفهمیم. من خاطرم هست وقتی پسرم کوچک بود، 2-3 سال بود، 2-3 سالش بود، یادم یه جا میهمان بودیم، بعد این ایستاده بود و همون موقع در ذهن من به اصطلاح خلجان کرد و برای خودم خیلی جالب بود. چون پسر 3 ساله که قاعدتا معلومه که چه میزان درکی داره از جهان پیرامون، این ایستاده بود و باد میخورد به در تکون میخورد. بعد اینو من میدیدم، داشتم نگاه میکردم، این یکی 2 دفعه که در تکون خورد عقب، این هی اومد عقب، یه ذره اول ترسید، بعد که رفت من دیدم رفت پشت در رو نگاه میکرد ببینه چیه که اینو خل میده و بعد دوباره اومد عقب، دوباره باد میزد این تکون میخورد و من کاملا متوجه میشدم که این علامه اعجابش برطرف نشده، یعنی انگار نمیتونه به نحو، حالا این مفاهیم رو که نداشت که نمیتونه به نحو غیر معلولی علی معلولی رو بفهمه، یعنی نمیشه در همینجوری تکون بخوره. بدونید منظورم چیه؟ ولی چون کانسپت باد رو نداشت، نمیدونست بادی هم چی کاری میکنه، تعجب کرده. حالا ببینید مثال میخوام بزنم، یعنی این توجه اگر ما بخوایم مثال مد نظر قرار بدیم مثال ساده است، یعنی او انگار به نحو کاتگوریکلی ما اینجوری فهمیدیم و فاین تیون شدیم، نمیشه در همینجوری تکون بخوره، باید پشتش یک چیزی باشه، کسی هول بده، یک چیزی اصابت بکنه. وقت برای بچه چون تصویری از باد درست نداره، اون بخشش رو شاید نمیتونه صورت بندی بکنه، اما اون اعجابش نشون میده که انگار این علیت پس پشت ذهن او هست. ببینید ویتگنشتاین راجع به علیت درسته که مسئله سمنتیک بود، چنانکه نوبت پیشینم گفتم، اما کاملا
لحن کانتی مسئله رو میفهمیم که علیت هم را پرایورای نسسری هم هست و گویی موارد مبطل هم نداره. ما اینجوری میفهمیم. اصلا گفتم اساس علم و رشد علم بر همین بنا شد. برای اینکه عالم تصور میکنه که با مفروض گرفتن و ثابت نگه داشتن پاره شرایط بالمثل میخواد که شرایط یه واکنش رو تغییر بده و به همین سبب به یه نتایج تازه‌ای برسه. حالا ببینید در استقرار موضع ویتگنشتاین عوض میشه. این موضعش مثل قوانین مرتبه اول که نوبت پیشین گفتیم، مثل فرض بفرمایید که اصل بقای انرژی یا یه قانون مرتبه دوم مثل مکانیک نیوتن که توضیحشو دادم و نمیخوام تکرار بکنم. تلقی ویتگنشتاین اینه که راجع به استقرار قصه فرق میکنه. استقرار به همین جهت معنا داره چون نسبتی با جهان پیرامون داره، چون ما در جهان خارج داریم استقرار میکنیم و میگیم این موارد اگر درست باشه موارد مبطل و بعد موارد معین. حالا ببینید برای اینکه اینو بهتر بفهمید بذارید من از روی ترجمه خودم 6362 رو دوباره بخونم. آنچه توصیف آن ممکن است وقوعش هم ممکن است و آنچه قانون علیت قرار است طرد کند حتی نمیشود توصیف کرد یا حتی نمیتواند توصیف شود. پس چنانکه گفتم علیت امری رو اصلا بیرون نمینهد، یعنی نمیشه چیزی رو ترک کرد. این هست، گفتگران روند آیند و تو همچنان که هستی به قول سعدی. یعنی این علیت و این نگاه علی معلولی و پیش‌فرض گرفتن کسالیتی علیت برای فهم پدیده‌های جهان پیرامون هست. ویتگنشتاین اینو پذیرفته. حالا درست تبیین هیومی که اینو روانشناختی میفهمید بالمرز نپذیرفته، اما این که این به هر حال یه امر آپرایورایی و جاش در عالم جهان پیرامونیست در جهان پیرامونیست رو مد نظر قرار نداده. اما در باب استقرار 6363 میگه روال استقرار عبارت است از پذیرش ساده ترین قانونی که بتوان آن را با تجربه ما سازگار کرد. خب ببینیم پاشو میذاره تو جهان پیرامون. یعنی استقرار این گونه نیست که من به نحو پیشینی قضاوتی بکنم، بستگی داره چقدر موارد مؤید و موارد مبطل در جهان پیرامون دیده شود. و بعد میگه به عنوان قانونی صادق، اینا خیلی با عنایت مثال میزنیم کنشتن، صدق و کذب فرع بر معناداریه، چنانکه نوبت‌های پیشین هم دیدیم در 6 جلسه قبل. یعنی یک گزاره اولا باید معنادار باشه، بعداً گزاره‌های معنادار به گزاره‌های صادق و کاذب به اصطلاح تقسیم می‌شوند. یعنی بنابر یه تقسیم بندی کلان در تراکتاتوس ابتداءً گزاره‌ها منقسم بر دو قسمن، گزاره‌های معنادار و گزاره‌های بی‌معنا، سنسفول و نانسنس. و بعد گزاره‌های سنسفول خودشون باز منقسم بر دو قسمن، true و false. حالا ببینید استقرار میگه که شما ساده ترین قانونی که این رو بشه با تجربه ما سازگار کرد به عنوان قانونی صادق در نظر میگیرید. اگر این باشه پاتونی گذاشتی تو جهان خارج، پس دیگه قصهش با علیت فرق میکنه کاملا. همچنین با قوانین مرتبه اول که در سطح کلان قوانین بنیادین طبیعی هستند و قوانین مرتبه دوم که خب مثال مکانیک نیوتن رو زدیم و درباره‌اش سخن گفتیم. خب بعد دیگه اما این روال هیچ گونه توجیه منطقی ندارد بلکه تنها توجیهی روانشناختی دارد. فقره 63631 روشن است که هیچ مبنایی برای باور به این که ساده ترین احتمال در واقع محقق خواهد شد وجود ندارد. میخواد بگوید که ما به هر حال روالی که این که حالا ما چگونه این روال رو پیش میبریم قطعا هرچه که باشه منطقی نیست، یعنی یه امر آپرایورای نیست. بعد میگه توجیه روانشناختی داره. یادتون باشه قبلا من گفتم اینجاها ویتگنشتاین هم تحت تاثیر فریگه است هم تحت تاثیر کانت. فریگه یعنی همون سایکولوژیسم، یعنی همون توضیح نقد سایکولوژیسم که روانشناسی کاری با منطق نداره. یادمون باشه روانشناسی کاری با منطق نداره. این یک فرضیه است که خورشید فردا طلوع خواهد کرد و این بدان معنی نیست که ما نمیدونیم آیا طلوع خواهد کرد یا نه. پس اگر ما چیزی رو میدانیم یا نمیدانیم یعنی مؤلفه کانتینجنسی توشه، یعنی میتونه معنادار باشه، برخلاف اموری که آپرایورای پیشینی هستند و قطعا ضرورتشون بر ما مسلمه. نشون میده که رساله نویسنده رساله اینجا منکر هر گونه ضرورتی در طبیعت جز ضرورت منطقی و به همین جهت هم شما نمیتونید به اصطلاح با متوسل شدن به یه ضرورت در رابطه علی مبنایی برای استقرار فراهم کنید. بالمرد استقرار جنسش
از علیت متفاوته. استقرا قانون منطقی نیست، چرا که پیشینی نیست. به قول ویتگنشتاین هیچ ملاحظه منطقی لازم نمیکنه که آنچه در گذشته روی داده در آینده نیز تکرار شود. نه فرمودید در فقره 636-311 میگوید هیچ دلیلی ما نداریم، هیچ اجباری نیست. فقره براتون خوندم، این که 636-311 این که خورشید فردا طلوع خواهد کرد یک فرضیه است، چرا که هیچ چیز دیگه یک فرضیه است، یعنی نمیدانیم آیا طلوع خواهد کرد یا نه. بعد 637 میگه هیچ اجباری که باعث شود چیزی روی دهد چرا که چیز دیگری پیشتر روی داده در کار نیست. تنها ضرورتی که وجود دارد ضرورت منطقی است. The only necessity that exists is logical necessity. این که میگه هیچ چیزی در گذشته روی داده باعث نمیشه منطقاً و لزوماً که در آینده رخ بده، هم استقراست. یعنی 5 مورد اگر من دیدم قو سفیده، هیچ دلیلی نداره قوی ششم هم لزوماً سفید باشه. پس این هم نسبتی داره با عالم خارج، برخلاف علیت که امر آپرایورایه، برخلاف قوانین منطق که امر آپرایورایه. پس در 637 به صراحت میگه که نه، من به تنها ضرورتی که باور دارم ضرورت منطقی و ضرورت هم یه امر پیشینیه. خب پس اگر پدیده کراهن در گذشته رخ داده باشه هیچ لزومی نداره که در آینده رخ نده، یا از اون طرف هیچ لزومی نداره که در آینده رخ بده، کاملا ام کانتینجنت. خب حالا سوال بعدی که نسبتی داره با بحث پیشینمون، اگر نکاتی که گفتم روشن باشه این رو میگم و بعد میرسیم به بحث از سوژه متافیزیکی. بپرسیم چه نسبتی است میان احیانا استقرا با قوانین عمومی طبیعت که نوبت پیشین به تفصیل به بحث گذاشتیم. ببینید اونجا راجع به مثلا قانون پیوستگی یا اصل علت کافی گفتیم که اینا ملاحظات منطقی هستند. خب یعنی به این معنی که پیشینی هستند و از تجربه به دست نیامدن. خب چرا ویتگنشتاین استقرا را از این قوانین جدا میکنه؟ چرا نمیشه گفت مثلا استقرا یه صورتی منطقی و محدودیتی برای قوانین مرتبه اول علم؟ به نظر میاد که چنان که آوردم به صراحت ویتگنشتاین از این پرده بر نگرفته، اما با کنار هم نهادن فقرات مختلف تراکتورس و خصوصا فقری که در ابتدا خواندم که مطابق با آن استقرا دارای معناست، میشه فهمید که چه تفاوتی میان استقرا و قوانین طبیعی وجود داره. وقتی استقرا دارای معناست مرادش اینه که به هر حال یکی از وضعیت‌های امور ممکن رو تصویر میکنه و بعد اگر اون وضعیت امور ممکن تصویر شده محقق هم بشه این متصف به وصف صدق میشه. درسته؟ پس استقرا تنها به معنای در نظر گرفتن یک قاعده کلی مثل اون بکبونی که قوانین مرتبه اول طبیعت تبیین میکنن نیست که گزارهای دیگر رو دسته‌بندی کنه. به تعبیر دیگه استقرا یک قاعده پیشینی نیست که یکی از صورت‌های منطقی ممکن باشه برای تبیین گزاره‌ها، بلکه استقرا متضمن صادق انگاشتن ساده ترین قانونیه که بتونه با تجربه‌های ما سازگار باشه. اگر قراره که از ویتگنشتاین شنیدیم ساده ترین تبیینی باشه، ساده ترین قانونی باشه که با تجربه‌های ما سازگار باشه، پای استقرا با جهان پیرامون باز میشه و از اینجاست که میشه نتیجه گرفت که قانون مثلا بقای انرژی مادامی که به عنوان یک قاعده برای ساخت دیگر گزاره‌ها در نظر گرفته میشه و از درستی یا نادرستی آن در جهان پیرامون سخن به میان نمیاد، یه قاعده آپرایورای، یه قاعده پیشینی برای ساخت گزاره‌ها. اما وقتی که پاشو بذاره در جهان پیرامون اون وقت میشه یه قانون معنادار. اما خود قوانین مرتبه اول علم این گونه نیستن، استقرا این گونه است. قوانین مرتبه اول علم چنان که نوبت پیشین به تفصیل توضیح دادم قرار نیست پاشون رو بذارن در جهان پیرامون و به این معنا متصف به اوصاف صدق و کذب هم نمیشه. اما قانون استقرا یا مواردی که ذیل استقرا قرار میگیرن چون قرار علی الاصول پاشون رو در جهان پیرامون بگذارن و مؤیدات و مبطلات جهان پیرامون مدخلیتی دارن در احراز صدق و کذب اونها، پس بدین معنا اینها معنا دارن. پس استقرا در دید نویسنده رساله، در دید ویتگنشتاین، نه فقط یه قاعده منطقی
برای ساخت گزاره ها، بلکه مشتمل بر صادق فرض کردن این حکم در جهان خارجه. اگر این باشه، یعنی صدق و کذب به اصطلاح در میان بیاید، روشنه که استقرار از دایره قوانین عمومی فراتر میره و شأن منطقیش رو از دست میده. حالا میشه این قانون استقرار رو با این فقره که در انتها خواندم تبیین بیشتری کرد که کل مفهوم مدرن از جهان بر مبنای این توهمه، بر مبنای این ایلوژنه که آنچه اصطلاحاً قوانین طبیعت نامیده میشود تبیین پدیده‌های طبیعیه. اینجاست که ویتگنشتاین میگه نه، قوانین طبیعت تا جایی که به عنوان قواعد ساخت گزاره‌ای در نظر گرفته میشن پیشینیان و از همین رو منطقی. اما هر زمانی که مثل استقرار علاوه بر شأن منطقی صدق رو هم به اونها نسبت میدیم و ادعا کنیم که آنچه این قوانین در باب طبیعت میگویند صادق هم هستند و یا کاذب نیستند، اون وقت میشه گفت که عرض میشود که پای صدق و کذب به میان آمده و اینا معنا دارن. بذارید به همون تمثیل توری که نوبت پیشین گفتم بازگردم. تمثیل توری ویتگنشتاین به سهولت و آشکارا نشون میده که از نظر او قوانین طبیعت ادعایی درباره واقعیت نمیکنه، اما گونه که توری که به کمک اون میشه تصاویر رو توصیف کرد هیچ ادعایی در باب تصاویر نداره. گفتیم اصناف نسب و روابطی بین مشها در توری در اینجا مد نظر است، نه آنچه که ورای توری است و توری نسبت به آن داره موضع میگیره. یه نظامی در باب انواع به اصطلاح و اصناف نسب و روابط میان مؤلفه‌های توری. اما هر وقت که قوانین پاشونو از این حد به تعبیر من فراتر بزنن و یه ادعایی درباره عالم چنان که هست مطرح بکنن مثل استقرار، اون وقت شأن قانونی خودشون رو به معنای قوانین منطقی کلمه از دست میدن. و به همین جهت است که رفتاری که ویتگنشتاین با قوانین منطقی و قوانین مرتبه اول و قوانین مرتبه دوم علم میکنه با استقرار نمیکنه و استقرار لالایکه، شبه قانونه. اینا فرمودید نه که قانون به معنایی که منطق و قوانین مرتبه اول و مرتبه دوم علمی در نظام تراکتوسی قانونه. خب من تقریبا آنچه که مد نظرم بود در باب عرض می شود که قصه قوانین علم و نسبتش با استقرار و علیت رو توضیح دادم. اگر احیانا نکته داشتن دوستان من خوشحال میشم که در بخش پرسش و پاسخ بهش بپردازیم. مبحث بعدی که در نظر گرفتم و امروز هم تا جایی که مجال داشته باشیم درباره‌اش سخن میگم، ناظر به فقرات 5-6 تا 6 تراکتاتوسه که در زمره مقولاتی است که کمتر بهش پرداخته شده یا دست کم شاید کسانی چنان که باید در آن به نظر دقیق ننگریستند و اون قصه سوژه متافیزیکیه. برای اینکه این مقوله روشن بشه و من بتوانم بحث از آن رو که بحث البته ساده‌ای هم نیست توضیح بدهم، من پاری از فقرات رو از 5-6 به بعد میخوانم و حالا خوشبختانه با بحثی که در باب منطق کرده این و استقرار و قوانین طبیعت فکر میکنم اینا روشن‌تر بشه. امیدوارم بحثمون امروز در این باب به اتمام برسه، اگر نه که نوبت آتی. در فقره 5-6 ویتگنشتاین میگه که مرزهای زبان من بر مرزهای جهان من دلالت میکنه. مرزهای زبان من بر مرزهای جهان من دلالت میکنه. یعنی من از طریق زبان هست که و مرزهای زبانه که به مرزهای جهان هم میرسم و میتونم حدود و ثغور اون رو مشخص کنم. این فقره 5-6. فقره 5-61 میگه که منطق جهان رو در بر میگیرد. مرزهای جهان مرزهای منطق هم هست. پس عنایت دارید منطق نسبتی با جهان پیرامون نداره، چون که نوبت‌های پیشین هم گفتم، و جهان رو در بر گرفته احاطه کرده. یعنی بدین معنا که مرزهای توتالیتی آف فکتس رو ما وقتی که میبینیم میرسیم به از میشود که منطق.
خب بنابراین در منطق نمیتوانیم بگوییم فلان چیز در جهان هست اما بهمان چیز نیست. بنابراین در منطق نمیتوانیم بگوییم فلان چیز در جهان هست اما بهمان چیز نیست، زیرا در این سخن مفروض است که داریم برخی از امکانها را حذف میکنیم، در حالی که نمیتواند چنین باشد. زیرا لازمه این سخن این است که منطق باید از مرزهای جهان فراتر رود، برای اینکه تنها بدین طریق است که منطق میتواند آن مرزها را از سوی دیگر نیز ببیند. نمیتوان درباره آنچه نمیتوان اندیشید. بنابراین آنچه را نمیتوان بدان اندیشید در این حال نمیتوان گفت. همون نکاتی که در مقدمه تراکتاتوس آمده بود رو اینجا دوباره از منظر دیگری ویتگنشتاین داره توضیح میده. اینا رو میگم تا برسیم به بحث از سوژه متافیزیکی. یه مفهوم مهم دیگری هم که در این فقرات خواهیم دید مفهوم سالیپسیزمه که من حالا امیدوارم نوبت آتی بهش بپردازیم، چون الان فقراتشو میخونم اما اهمیت بحث از سالیپسیزم و توضیح فلسفی اون قدری زمان میبره و اینکه دقیقاً چه معنی رو ویتگنشتاین از سالیپسیزم مراد میکنه خودش محل کلام است. من در شرحی که بر رساله نوشتم 2 معنی از سالیپسیزم رو آوردم که انشاءالله فکر میکنم نوبت آتی بهش برسیم. خب پس قصه منطق که روشنه، اینکه مرزهای جهان رو به اصطلاح منطق تشکیل میده، نه جهان، نه داخل جهان. و بعد باز نسبت میان آنچه که اندیشیدنیه و آنچه که گفتنیه. بعد جالبه ویتگنشتاین مثلا در خبری 562 میگه این ملاحظه کلید حل این مسئله را که سالیپسیزم چه بهره‌ای از حقیقت دارد به دست میدهد. سالیپسیزم رو در فارسی براش معادل‌های مختلفی گذاشتن. خود تنها انگاری، اینکه من باشم و فی‌المثل شکاک باشم نسبت به other minds. خب الان من به اصطلاح ادعا بکنم، یعنی این ادعای فلسفی رو بکنم که تنها راجع به احساسات و عواطف و منتال استیت ها، یعنی حالات ذهنی خودم میتوانم ادعای معرفتی بکنم، اما نسبت به دیگر اذهان نمیتوانم ادعای معرفتی بکنم. خب ببینید مثلا دکارت میشه گفت که با یه سالیپسیزم شروع کرد، اون شکاکیت دکارتی، یعنی که من فی‌المثل از اینجا می آغازم، حالا کسی هست که کلاً شکاکه و سالیپسیزم ورژن به اصطلاح اکستریمشه، یعنی من راجع به خودم هم نمیتونم ادعای معرفتی بکنم و معتقداتم و احساساتم و عواطفم و کاگنیتیو پروفایلم و به قول فیلسوفان تحلیلی. اما یه وقت کسی هست که از خودش شروع میکنه راجع به احساسات و عواطف خودش، علم به خود داره، اما راجع به other minds اذهان دیگر ادعای معرفتی نمیتونه بکنه. یعنی به این معنی که بگه من نسبت به آنچه که دیگران میگوین یا آنچه که بیرون از منه کاگنیتیو اکسس دارم، دسترسی معرفتی دارم. این مسئله سالیپسیزمه. مسئله ساده‌ای هم نیست اگر تبیین بشه که آنچه خلاف آمد عادت ممکنه به نظر بیاد اما ارزش فلسفی داره. به راحتی نمیشه مفروض گرفت که من با شما به اصطلاح میتونم نسبت به آنچه که میان ما میگذرد ادعای معرفتی بکنم. حالا البته ویتگنشتاین میشه گفت اینجا نه، در دوران متأخرش که انشاءالله بعداً دوره بعدی است که خواهیم رسید، فلسفیکال اینوستیگیشنز، با طرح استدلال علیه زبان خصوصی به یه معنی میخواد به این مسئله پاسخ بده که این رو بعداً بعد به تفصیل بهش بپردازیم. مسئله الان ما نیست، که در پرانتز گفتم private language argument که از مباحث درازآهنگ ویتگنشتاین در دوران دوم تفلسف خودشه، بالغ بر 10 کتاب و صدها مقاله. من چون روی لیترچرش هم برهه‌ای کار کردم میدانم که چقدر این مبسوط بود و بوده بحثایی که اون کرده، ادعای لخ علیه بست ایده های او، ولی به هر حال او فکر میکرد که با طرح استدلالی که بهش خواهیم پرداخت نه در این سلسله جلسات بعداً، استدلالی علیه زبان خصوصی به نحوی به مشکله سالیپسیزم پاسخ گفته. اما اینجا از این خبران نیست، بحث از تراکتاتوس نیست، چون بحث از سالیپسیزم اینجا مطرح میکنه نوعی خود تنها انگاری رو اینجا شما میبینید. یعنی من راجع به خودم در جهان پیرامون میتوانم ادعای معرفتی بکنم. خب میگوید 562 این ملاحظه کلید حل این مسئله را که سالیپسیزم چه بهره‌ای از حقیقت دارد به دست میدهد، چرا که آنچه در سالیپسیزم مراد میشود کاملا درست است، منتها نمیتواند گفته شود بلکه خود را مینمایاند. جهان جهان من است، این امر در این واقعیت نمایان می شود،
این هم در این واقعیت نمایان است که مرزهای زبان، تنها زبانی که من میفهمم، بر مرزهای جهان من دلالت میکنه. بعد جلوتر میاد، اینا رو اینجا بدید بخونم و بعد توضیح بدم. فقرات خیلی مهمیه. جهان و زندگی یکیست. فقره 5621. بعد 563 من جهان خود هستم. عالم صغیر من تو پرانتز نوشتم. 5631 ذهنتون رو الان معطوف به سالیپسیز نکنید. من اینا رو خوندم و نوبت آتی پس از طرح بحث سوژه متافیزیکی که دقایق دیگه بهش میرسیم به سالیپسیز که مسئله پیچیده تری نوبت آتی میپردازیم. چون همین جمله که تو پرانتز خواندم، تنها زمانی که من میفهمم، دو جور اینترپرتیشن ازش توی لیترچر مطرح شده. آیا یعنی تنها زبانی که من میفهمم یعنی پرایوت لنگویج، یعنی من برای خودم یه احساسات عواطفی دارم روی اونها نام نهاده‌ام، مثلا وقتی صدای درد میاد دفعه میگم مثلا فرض کنید وای، مثال میزنم، این رو با یه وقت برای خودم فقط مأنوسه و ما پرایوت لنگویج داریم برخلاف آنچه که در دوران متأخرین نفی میکنه، یا نه تنها زبانی که برای من قابل فهمه و این زبان میتونه کامینالم باشه. حالا اینا بحثی است که نوبت آتی من خواهم کرد در ذیل بحث سالیپسیز، اما بهتره که قصه سوژه اینجا بپردازیم. خب من جهان خود هستم. این فقرات هم چنانکه پاره از شارحان ویتگنشتاین آوردن، من هم در شرح خود نوشتم، تنین شوپنهاوری داره. کاملا اینجا برهه است که ویتگنشتاین تحت تاثیر شوپنهاور. خب بعد 5631 دیگه مسئله رو خیلی صریح مطرح میکنه. چیزی تحت عنوان سوژه‌ای که فکر میکند یا تصوراتی دارد وجود نداره. چیزی تحت عنوان سوژه‌ای که فکر میکند یا تصوراتی دارد وجود نداره. این یعنی همون سوژه تجربی و این همون آنتی سایکولوژیسم فریدی است که دوباره سر برآورده و میخواد بگه آنچه محوریت داره در تفلسف سوژه متافیزیکی، نه سوژه تجربی. سوژه تجربی یعنی من و شما، موجود گوشت و پوست و خون دار. در ادامه همین فقره میگوید که اگر کتابی می نوشتم تحت عنوان جهان آن گونه که یافتمش، آنگاه باید گزارشی درباره بدنم هم در آن می آوردم و می گفتم کدام اعضا تابع اراده من هستند و کدام اعضا نیستند و غیره. این روشی است برای مجزا و منزوی کردن سوژه، یا بلکه نشان دادن این که به معنای مهم سوژه وجود ندارد، چرا که تنها از این سوژه است که در این کتاب نمیتوان ذکری بگیرم. خیلی فقره مهمه، دوباره براتون میخونم، راجبش فکر بکنید، بعد شرح خودم رو هم عرض میکنم. 5631 چیزی تحت عنوان سوژه‌ای که فکر میکند یا تصوراتی دارد وجود ندارد. چنان که ملاحظه میفرمایید من پس از بحث‌های درازآهنگی که با دوستان و همکاران داشتم در ایران ایامی که این کتاب رو ترجمه میکردم، برای سابجکت سوژه گذاشتم، چون سوژه متافیزیکی رو هرچه من فکر کردم که برای آن چه معادلی بگذارم که افاده معنا بکنه نیافت. خاطرم از چند ماه پیش هم شاید برخی از عزیزان اون جلسه بودن، جناب آشوری که میهمان بنیاد سهروردی بودند و در باب زبان باز سخنرانی مبسوطی کردند، من از ایشون پرسیدم که فی المثل اگر شما جای من بودید در ترجمه این کتاب چه میگذاشتید؟ ایشون هم درنگی کردند و گفتن نه فلانی، من فکر میکنم نمیشه معادلی که در زبان فارسی بشه این رو به کار بست و کم و بیش افاده معنا به درستی بکنه. منم عنایت دارم متافیزیکو میشه مابعد و طبیعه ترجمه کرده، اما هیچ نسبنامه کانتی ویتگنشتاینی پیدا نمی‌کرد، یا حتی استعلایی اگر می‌گذاشتم برای حالا استعلایی که برای متافیزیک نمیشه گذاشت، برای ترانسندنتال باید گذاشت، اون هم چنان که باید افاده معنا نمی‌کرد، با توجه به پیشینه‌ای که این واژه در زبان فارسی و سنت ایرانی اسلامی ما داره و احیانا با واژگانی چون متعالی و حکمت متعالیه و متافیزیک به اون معنا نسبت و عرض می‌شود که رابطه‌ای داره. باری دوباره فقره رو میخوانم. چیزی تحت عنوان سوژه‌ای که فکر میکند یا تصوراتی دارد وجود ندارد. اگر کتابی می نوشتم تحت عنوان جهان آن گونه که یافتمش، آنگاه باید گزارشی درباره بدنم هم در آن می آوردم، یعنی همین سوژه تجربی، و می گفتم کدام اعضا تابع اراده من هستند و کدام اعضا نیستند و غیره. این روشی است برای مجزا و منزوی کردن سوژه،
یا بلکه نشان دادن این که به معنای مهم سوژه وجود نداره. چرا که تنها از این سوژه است که در این کتاب نمیتوان ذکر به میان آورد. از کدام سوژه است که نمیشه در این کتاب ذکر به میان آورد؟ سوژه متافیزیکی. چون سوژه متافیزیکی در جهان پیرامون نیست. در این جهان من میتونم راجع به دستم، به قول ویتکنشتاین راجع به اعضای بدنم سخن بگم. در اون کتابی که قرار بود بنویسم در باب جهان آنگونه که یافتمش، راجع به همه چی میشه سخن گفت، اما نه سوژه متافیزیکی، نه سوژه‌ای که فکر میکنه یا تصوراتی داره. این سوژه متافیزیکیه. سوژه‌ای که تصوراتی داره، اگر آیدیا به معنای فریدی کلمه باشه، این قوامبخش معناداری و قوامبخش معرفت نیست. این هم به سایکولوژیکه. ذهن به معنای سازوکارهای حاکم بر ذهن ما یه امر کاملا سایکولوژیکه. اینا فرمودید چیزی تحت عنوان سوژه‌ای که فکر می‌کند یا تصوراتی دارد وجود ندارد. این همون سوژه متافیزیکی. در فقره 5632 این رو به صراحت بیشتری میگه. سوژه جزء جهان نیست، بلکه مرز جهان است. در 5633 در کجای جهان سوژه متافیزیکی یافت میشه؟ فقط یه مثالی میزنه، مثال خیلی روشنگری است که موضع او رو نشان میده. خواهید گفت که این دقیقاً مثل نسبت میان چشم و میدان دید است. اما شما واقعاً چشم را نمیبینید و هیچ چیز در میدان دید اجازه نمیدهد نتیجه بگیرید که با چشمی دیده میشود. فقره 5631 چرا که میدان دید مسلماً چنین شکلی ندارد، یه شکلیه که حالا من نشان میدهم و توضیح میگویم برای این. و بعد 5634 این هم با این واقعیت مرتبط است که هیچ بخشی از تجربه ما در این حال پیشینی نیست. هر آنچه میبینیم میتواند غیر از این باشد که هست، هر آنچه اساساً میتوانیم توصیف کنیم میتواند غیر از این باشد که هست. هیچ نظم پیشینی از اشیا وجود ندارد. بعد فقره 5641 بنابراین واقعاً به معنای در فلسفه میتوان درباره من به شیوه غیر روانشناسانه سخن گفت. ببینید چقدر صریح موضع خودش رو با سایکولوژیسم تفکیک میکنه. آنچه من را وارد فلسفه میکند این است که جهان من است. تعبیر تو گیومه که کاملا تعبیر شوپنهاوری است. من فلسفی انسان نیست، بدن انسان نیست یا روان انسان که روانشناسی به آن میپردازد، بلکه سوژه متافیزیکی است، مرز جهان، نه بخشی است. میبینید که به صراحت در این فقرات موضع خودش رو ویتکنشتاین توضیح میده که سوژه تجربی تفاوت مهمی با سوژه متافیزیکی داره. خب برگردیم به این فقرات فشرده‌ای که خواندم و توضیحاتی عرض بکنم و اگر رسیدیم به تفاوت این با موضع کانت هم میرسیم و انشاءالله باقی بحث رو میگذاریم به نوبت آتی. تمثیلی که ویتکنشتاین زد چه بود؟ من مایلم این تمثیل رو قدری باز بکنم. نسبت میان چشم و میدان دید. یه خود تأمل بکنیم. ما با این چشممون همه چیز رو تو عالم میبینیم، درسته؟ اما هیچگاه خود چشم رو نمیتونیم ببینیم. چشم خودمون هیچ وقت نمیتونیم ببینیم. شما چشمتون رو تو آینه هم که میبینید از طریق آینه است، مستقیم هیچ کی نمیتونه چشمشو ببینه. من چشم شما رو میبینم، شما چشم منو میبینید، چشم دوستتون رو، همسرتون رو، فرزندتون رو میبینید و به مدد اون چشم میدان دید. صندلیایی که الان در این اتاق هست، این دسته گلی که الان ما میبینیم، خیلی وسیع‌تر میریم کنار ساحل میستیم تا دور دست آب رو میبینیم، میدان دیدمونه. اما هیچگاه خود چشم رو نمیتونیم ببینیم. و در این حال این متافور اهمیتش از اینجاست. تا چشم نباشه دیگر امور رو هم نمیتونیم ببینیم. یعنی درسته که ما چشم خودمون رو نمیبینیم، اما تا چشم رو هم مفروض نگیریم، تا این چشم نباشه میدان دیدی هم در کار نیست و چیزی رو نمیتونیم ببینیم. حالا از این تمثیل چه استفاده میکنه ویتکنشتاین؟ میگه در کجای جهان سوژه متافیزیکی یافت میشود؟ استفهام انکاریه به نفع پرسش. این هیچ جای جهان سوژه متافیزیکی یافت نمیشه. قرار نیست سوژه متافیزیکی در جهان پیرامون یافت بشه، چون اسمشه که مرز جهانه به تعبیری که او گفت. اما تا سوژه متافیزیکی نباشه، سوژه تجربی نمیتونه به نحو معنادار در باب جهان پیرامون سخن بگه. یا اگر این رو ببریم زیر پروژه کانت، نمیتونه به نحو معنادار به فهمیدن جهان پیرامون همت کنه. تمثیل میان چشم و میدان دید از این جهته
شما هیچ استدلالی ندارید که بگید ما چشممون وجود داره، یعنی استدلالی که خودتون بتونید بگید. هیچ دلیل تجربی ندارید. هر چی که ببینید چشم خودتون رو بی‌واسطه ندیدید. ولی در این حال همونطور که گفتم شما واقعا چشم رو نمیبینید و هیچ چیزم در میدان دید اجازه نمیدهد نتیجه بگیرید که با چشم دیده میشود. یعنی استدلالی نمیتونید اقامه کنید که این رو من بی‌واسطه با چشمم دیدم، یا دیگران چشم شما رو دیدن، یا شما چشمتون رو تو آینه دیدید. اما این یک مفروض اصلی، تا این نباشه دیگر امورم دیده نمیشه. حالا ببینید از این تمثیل چه استفاده میخواد بکنید که نشان میگه نسبت سوژه متافیزیکی با سوژه تجربی هم همین. البته در این تمثیل توجه داریم که هم چشم و هم میدان دید هر دو در جهان پیرامونن. اما تمثیلی که ویتگنشتاین میخواد استفاده بکنه اینه. شما اگر این شکل رو در نظر بگیرید، مثلا اگر این مثلا یه بیضی بگیرید کل این جهان، خب سوژه متافیزیکی تو مرز این، نه داخل این بیضیه بلکه مرز این بیضیه. خب حالا چشم به اصطلاح ما وقتی که نگاه میکنیم چشم رو مفروض میگیریم که به مدد اون دیگر امور رو ببینیم. اون میخواد بگه حالا بیان این رو در سطح کلان و با توجه به بحث من در نظر بگیرید. تا شما سوژه متافیزیکی که در مرز عالمه مفروض نگیرید، این سوژه تجربی، یعنی همون سوژه که تو اون کتابه میشد راجبش نوشت، نمیشه این رو به اصطلاح بس داد یا نمیشه این رو پیش چشم قرار داد و مطابق با اون سخنان معنادار رو از یکدیگر تفکیک کرد یا راجب حدود و ثغورش سخن گفت. پس اینکه در فقره 5641 میگوید بنابراین واقعا به معنایی در فلسفه میتوان درباره من به شیوه غیر روانشناسانه سخن گفت، حالا اهمیتش روشن میشه. شما اگر من رو من تجربی بگیرید از نظر ویتگنشتاین، یعنی منی که عبارت است از همین سوژه گوشت و پوست و خون دار، به شیوه فلسفی راجع به من سخن نگفتید، به شیوه روانشناختی سخن گفتید. وقتی میتوانید به شیوه فلسفی راجع به من سابجکت سخن بگید که این من بیاد مرز جهان، نه در عالم فنومنال، نه در عالمی که متشکل از توتالیتی آف فکت، تمامیت امور واقع. این میشه جهان پیرامون. اگر یه منی داخل این جهان باشه، همین منی که پزشک بهش میپردازه، سایکولوژی بهش میپردازه، بیولوژی بهش میپردازه، در جای خودش هم خیلی خوب بود، در مقام تخفیف این من نیست. توجه بکنید ویتگنشتاین در دوران شکوفایی علم تجربی، حالا خصوصا پس از عصر به اصطلاح صنعتی شدن در ابتدای قرن 20 داره سخن میگه و با علم تجربی هم آشناست. او هیچ در مقام تخفیف این امور نیست، چنانکه در سلسله مقالات فلسفه تحلیلی هم که تا کنون 5 شماره از اونها منتشر شده یک نوبت به تفصیل توضیح دادم در باب رابطه میان فلسفه و علم. فرگه پیش قراول یک سنتی است که در مقام تفکیک فلسفه از علم. ویتگنشتاین هم کاملا به او باور داره، برخلاف راسل، برخلاف کوین. سنت راسلی کوینی یه سنتی که فلسفه رو در ادامه علم میبینه، یا علم در ادامه به اصطلاح فلسفه رو ادامه علم میبینه. اما نسبت میان فلسفه و علم به نظر ویتگنشتاین خصوصا متقدم و البته متأخر به نحوی میشه گفت و فرگه این است که باید یک دیمارکیشن میان علم و فلسفه نهاد. به همین جهت است که بار دیگه براتون میخونم بنابراین واقعا به معنایی در فلسفه میتوان درباره من به شیوه غیر روانشناسانه سخن گفت. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در حوزه فلسفه، در قلمرو فلسفه به شیوه روانشناختی بخواد راجع به من سخن بگیری، نقض غرضه. پای روانشناسی که میاد به میان، فلسفه از در دیگری خارج میشه. آنچه من رو وارد فلسفه میکند، من تو جیومه ادامه همون فقره 5641 این است که جهان جهان من است. جهان جهان من است یعنی جهان من متافیزیکال سابجکت، نه من تجربی، نه من گوشت و پوست و خون دار که اون میشه من روانشناختی. پس کانترست میان من تجربی و من فلسفی در فقرات 5 تا 6 تراکتاتوس این چنین برجسته میشه. شما یک وقت هست که راجع به من تجربی سخن میگی، منی که موضوع علم بیولوژی است، عرض می شود که رشته‌های مختلف پزشکی است، روانشناسی است، روانکاوی است، اینا تماما من تجربیه، ساکی من تجربی. اما موضوع علم فلسفه به نظر ویتگنشتاین من به اصطلاح غیر روانشناختیه.
انتهای این فقره فکر میکنم خیلی روشنه که بار دیگه براتون میخوانم. من فلسفی انسان نیست، بدن انسان نیست یا روان انسان که روانشناسی به آن میپردازه، بلکه سوژه متافیزیکی، مرز جهان، نه بخشی از آن. میبینید چقدر صریح وقتی که شما تمام مقدمات و پاره از نکاتی که او جاهای دیگه تراکتاتوس گفته پیش چشم قرار میدهید، میشه اون وقت کاملا یه نظام فلسفی از اینها استخراج کرد. اینجا کاملا رد پای فریگر رو باز شما میبینید، از سوی رد پای کانت رو هم میبینید. من در مقاله‌ای که به همراه یکی از همکاران چنانچه آوردم نوشته این به تفصیل، کانت، تراکتاتوس ویتگنشتاین و سوژه متافیزیکی. یادش بخیر الان که در مقام تقریر این نکات هستم به یاد میارم شاید ما نزدیک 2 ماه 3 ماه با هم گفتگوهای درازآهنگ فلسفی داشتیم و پاره از اوقات ایشون به آفیس من در انجمن حکمت فلسفه می آمد، پاره از مواقع بیرون با هم قرار میذاشتیم و گفتگوهای مبسوطی با هم کردیم و پس از شاید 1-2 ماه گفتگو تازه به این نتیجه رسیدیم که این یه ایده خیلی خوبی است که حالا ما بیایم و منزلت سوژه متافیزیکی که الان من این مقدارشو گفتم، حالا ببینیم چه نسبتی با سوژه متافیزیکی در نظام کانتی داره. چون نسبنامه کانتی داره، اما نسبت سنجی میان سوژه متافیزیکی در نظام کانتی با سوژه متافیزیکی در تراکتاتوس خودش موضوع جذابیه که من اگر مجالی پیدا بکنم انشالله نوبت آتی توضیح بیشتری راجع به این میدهم. این مقدار عرض بکنم که این امر آشکارا طنین کانتی داره، اما ویتگنشتاین ملتزمه به لوازم اندراج سوژه متافیزیکی در رساله به نظر من نیست و یکی از ادله‌ای که در این مقاله ما ادعا کرده ایم که کلاپس میکنه پروژه تراکتاتوس به رغم بصیرت‌های ژرف فلسفی که داره این است که سوژه متافیزیکی و اندراج اون در یه نظام فلسفی یه لوازمی داره که فکر میکنم که ویتگنشتاین در رساله اونها رو در نظر نگرفته. این میتونه ناشی از عدم التفات او باشه یا اینکه ناشی از این باشه که دامنه کاربرد سوژه متافیزیکی در فلسفه کانت و نظریه تراکتاتوس کم و بیش در 2 بستر مختلف شکل گرفته. کانت از منظر ایدئالیستی به سوژه متافیزیکی مینگره، در حالی که ویتگنشتاین نمیخواد که از چنین منظری به سوژه متافیزیکی نظر بیاندازه. چرا؟ حالا امیدوارم برای دوستان طرح مسئله روشن شده باشه یا دربارش بتونیم با هم گفتگو بکنیم. من فقط مسئله رو طرح میکنم و بعد نوبت آتی بهش بیشتر میپردازیم. ببینید ویتگنشتاین مدعیاتش در رساله از فقرات نخست از یه اونتولوژی خیلی صلب و سخت آغاز میکنه، یعنی از یه جهان پیرامونی که عبارت است از totality of facts و اصناف نسب و روابط میان امور. خب نوعی، حالا تعبیر نایو ریالیسم میشه تعبیر خوبی نباشه، اما به هر حال یه اونتولوژی که متضمن فاصله گرفتن سوژه است از جهان پیرامون، خب سوژه تجربی. در اونجاست که اون وقت از قصه پیکتوریالیتی و آیزومورفیزم ساختار گزاره با ساختار فکت در عالم خارج سخن میگه که به تفصیل راجع به اونها سخن گفته. اما اگر شما سوژه متافیزیکی رو وارد دستگاه فلسفی بکنیم اون وقت سخت بشه از تعین فکت ها و استیت آف افیرز به اون معنی که ویتگنشتاین در فقرات نخست تراکتاتوس ازش سخن میگه سراغ گرفت. ببینید کانت فکر میکنم از این حیث نظامش کانسیستنت تره، برای اینکه برای سوژه متافیزیکی یک منزلتی قائله، مؤلفه‌های مختلفی رو برشمرده و در این حال اون تعینات اونتولوژیک به اون معنی که مطمع نظر تراکتاتوس ویتگنشتاین در نظام کانتی نیست. و صاحب رساله یعنی ویتگنشتاین به نظر میاد که هم تعینات اونتولوژیکی رو میخواد که قوام بخش مفهوم آیزومورفیزمن و هم از سوی دیگری سوژه تجربی رو به تنهایی گویی که براش کار نمیکنه. به همین سبب رفته سراغ سوژه متافیزیکی. حالا اگر دوستان مایل بودن میشه درباره این مطلب همینجا هم سخن بگیم، اما در انتها مایلم اینو توضیح بدم که سرمایه‌گذاری کانت بسی بیشتر از ویتگنشتاین روی سوژه متافیزیکی.
شهود در نقد عقل محض اساساً پروژه رو ترانسندنتال، یعنی استعلایی به معنایی که عرض میکنم مد نظر قرار میده و از همون سوژه متافیزیکی یا شروط استعلایی سراغ میگیره که معرفت ما به جهان پیرامون رو ممکن میکنه، چنان که قبلا هم گفتم، و همه اینها رو ذیل میذاره پروژه ترانسندنتال. یعنی او فی المثل از صور پیشینی شهود شروع میکنه از زمان و مکان، کت از اینتویشنز به اصطلاح، بعد میاد سراغ کاتگوریز معقولات فاهمه و بعد میاد سراغ ترانسندنتال آی. این سه مؤلفه رو دست کم کانت برای ایدالیسم استعلایی خودش برمی‌شماره و معتقد تا این سه مؤلفه رو در نظر نیاوریم نمیشه پروژه ترانسندنتالی رو پیش برد. اما ویتکنشتاین سوژه متافیزیکی رو برگرفته. به نظر میاد که نمانند کانت او رو بست، آن رو بست داده و مؤلفه‌ها و مقومات مختلفی رو براش برشمرده، مثل صور پیشینی شهود، مقولات فاهمه، ترانسندنتال آی، و نه ملتزم به لوازم بر این سخنه که احیانا اندراج سوژه متافیزیکی چنان که دیدیم در یه نظام فلسفی اون وقت چه به سر آیزومورفیزم او می‌آورد و احیانا چگونه میتونه از تأثیرات اونتولوژیکی که مستقل از سوژن در جهان پیرامون یاد بکنه. ببینید برای اینکه این نکته باز روشن‌تر بشه مثال بزنم. این تمثیل رو من برای دانشجوام عرض می‌کردم و می‌زدم، فکر کنم تمثیل خوبیه. ببینید شما وقتی که از ایدالیسم تجربی فاصله می‌گیرید و ایدالیسم استعلایی مد نظرتون قرار می‌گیرید، یا اینجوری بگم از ریالیسم فاصله می‌گیرید و پای در وادی ایدالیسم می‌نهید، دیگه این گونه نیست که به نحو ناب و مستقیم عالم پیرامون رو فراچنگ آورد. مثل یک کسی که در یک بادکنکی قرار داره و دائما از طریق و از خلال این بادکنک میخواد با جهان ارتباط برقرار کنه. و حالا در این تمثیل شما فرض کنید حرکت میکنید، بادکنک هم این بالا پایین میشه میره، اما هیچگاه به نحو ناب نمیتونه جهان رو فراچنگ آوره. چرا؟ چون مقولات فاهمه میان او و جهان پیرامون فاصله است، زمان و مکان فاصله است، سوژه استعلایی فاصله است، ترانسندنتال آی. همه اینها رو من در مقام تمثیل عرض میکنم که انگار در تقابل با نایوریالیسمه که شما یک پریویلیج اکسسی دارید، یک دسترسی مستقیم یا بگیم دایرکت اکسس، دسترسی مستقیم و دسترسی ویژه به جهان پیرامون. اون ریالیسم خامه قدمای ما، مثلا وقتی که شما نگاه میکنید آثار فارابی رو، از میشود که ملا صدرا رو و دیگر حکمای مسلمان، اونا یه همچین تصویری داشتند که ذهن شما پسیبه و علم عبارت است از صورتی از شیء بیرونی یا پدیده بیرونی که در ذهن شما ارتسام پیدا میکنه، نقش میبنده و موتن معرفت به این معنا ذهنه. انا فرمودید. اما شما از در جهان جدید دست کم از جایی به بعد که پای ذهن و حالا از کانت و دیگران بپرسید مؤلفه های امر اصطلاحی به میان آمده، دیگه نمیتونید راجع به معرفت و دسترسی ویژه به جهان پیرامون به راحتی سخن بگید. پریویلیج اکسس دیگه به راحتی ندارید. به همین جهت هم قصه بین الاذهانی اینقدر پررنگه و در کانت شما میبینید که معرفت سطح بین الاذهانی و بین الاشخاصی داره. از همین منظر برخلاف ریالیسم خام شما آفتاب حقیقت رو که فاش میدرخشه وسط آسمان میتوانید ببینید و فراچنگ آورید. خب اگر این گونه باشه که ایدالیسم اصطلاحی یک گام مهمیه در این راستا و مقولات و مفاهیمی مثل کریتیکال رشنالیتی، عقلانیت انتقادی، ریالیسم پیچیده، کامپلیکیتد ریالیسم، همه اینها در این مسیره، اون وقت ویتکنشتاین به نظر میاد هم خدا رو میخواد هم خرما رو به یه معنا، یعنی هم یه تعینات اونتولوژیکی میخواد مانند آنچه که از آن یاد میکردیم state of affairs، fact و totality of facts که گفتیم چگونه جهان رو برمیسازن، تعینات اونتولوژیک مستقل از سوژه برای اینکه سراغ آیزومورفیزم، سراغ همریختی میان ساختار منطقی فکت و ساختار منطقی گزاره. یادتون هستی که به تفصیل سخن گفتیم در پی بررسی همریختی میان ساختار منطقی فکت و ساختار منطقی گزاره. این از سوی و از سوی دیگری
فکر میکنه که کارش با سوژه تجربی بار نمیشه، چون سوژه تجربی من روانشناختیه، به تفصیل و به صراحت از او خواندیم و به همین جهت پای من متافیزیکی یا سوژه متافیزیکی رو به میان آورد. خب اون وقت این که چقدر این پروژه به مثابه پروژه فلسفی پیش میره، من امیدوارم در انتهای عرایض امروزم رو مشخص کرده باشم که نوعی اینکانسیستنسی دیده میشه. خب البته هر وقت شما با یه اینکانسیستنسی مواجهید، علل اصول میتوانید به رفع اون همت بگمارید، یا فیلمثل اینجا هزینه‌اش رو بپردازید، فرض بفرمایید از تعین اونتولوژیک مستقل از سوژه که سراغ تطابق و مطابقت میروید، همون آیزومورفیزم دست بکشید، یا از این سو از سوژه متافیزیکی دست بکشید. این که ویتگنشتاین بعداً به چه راهی رفته رو من نوبت آتی خواهم گفت و به نظر میاد که احیانا از یکی دو راه محتمل و متصوری که در وهله نخست به ذهن میرسه او تبعیت نکرده و یه راه سومی رو پیش گرفته که همون به اصطلاح آن چیزی است که پس از وفات او تحت عنوان Philosophical Investigations و پاره دیگه از آثار او منتشر شد و نمیدانیم، اینا بحثایی است که ما تکست، ولی من فکر میکنم که ادعای ما هم در این مقاله این بوده که نوعی کلپس کردن این پروژه به این شکل به معنای فلسفی کلمه یا دست کم بروز و ظهور برخی ناسازگاری های منطقی و فلسفی از همینجا نشأت میگیره یا دست کم یکیشه. به نظر ما یکی از اون دلایلی که نشان میده چرا این پروژه دیگه از جای به بعد کار نمیکنه، اگر همزمان بخواد شما این دو مؤلفه رو نگه دارید، دو مؤلفه‌ای که همزمان در تراکتاتوس دیده میشن، فقرات 5-6 تا 6 تراکتاتوس، فقرات 1 2 3 که برخی از اونها رو به تفصیل در جلسات پیشین خوانده ایم که پیکتوریالیتی، ایزومورفیزم، فکت، think، state of affairs، world، totality of facts، همه اینها رو نشان میده. خب من بنا داشتم کمتر از این در این باب سخن میگم، اما خب ذکرش که آمد دیگه تقریبا لب مدعا رو گفتم، اما نتیجه گیری بیشتر رو احیانا و بعد اینکه بر چه نحوی این پروژه پیش رفت در ادامه حیات فلسفی ویتگنشتاین رو به نوبت آتی می سپاریم و البته به غیر از آن رفته رفته دیگه این بحث رو هم اگر ببندیم می توانیم پای به بحث از اخلاق، زیبایی شناسی و منزلت فلسفه و همچنین معنای زندگی که خود موضوع 2-3 جلسه آتی است در نظام تراکتاتوس بپردازیم، چون با بحث امروزمون دیگه بحث از سوژه متافیزیکی، همچنین قوانین علمی، علیت و استقرار و منطق که در جلسات پیشین به تفصیل به بحث گذاشته ایم کم و بیش روشن شده است. خب از توجه دوستان سپاسگزارم، مشتاقم که ملاحظات عزیزان رو هم بشنوم برای ادامه بحث. بفرمایید. آیا با تشکر می‌کنم که مسائل رو مطرح برای من این مقدار آشکار کننده بود، مثلا بعد استفاده کردیم در مورد مثلا یه مقدار خودم بهتر بفهمم که رابطه این میتونه با فلسفه علم چطور باشه، چون همونطور که یادتون هستش من سوالی هم که دفعه قبل کردم در مورد که کسب معرفت علمی چطور میتونه باشه، به نظرم چنین با این توضیحی که دادیم استقرار چون متفاوت هست با علیت از لحاظ هم پیشینی بودنش و از لحاظ معنادار بودنش، به نظر من یک فیلسوف علم برای مثلا تصدیق یک فکت علمی میتونه از هر دو استفاده بکنه. از این زاویه که علیت رو میتونه به عنوان یه چیزای پیشینی در نظر بگیره که قوام بخش معرفت علمی هست و از استقرار میتونه به عنوان همون ابطال پذیری یا ابطال ناپذیریشون استفاده بکنه. یعنی به نظر من اینجا میتونه ویتگنشتاین به ما کمک کنه اگه این دو تا در کنار هم دیگه قرار بدیم. اگه حالا کامنتی داشتین در ارتباط که ببخشید یه بار دیگه بفهمید دو تا شد که منظورتون چیه؟ ببینید بحث اول این که توی علم به هر حال ما باید این چیز رابطه علت و معلولی رو پیش‌فرض بگیریم، یعنی یه چیزی هستش که این پیشینی اپرایور، ما نمیتونیم این رو در مورد مثلا پدیده‌های علمی یا پدیده‌هایی که در پیرامون ما اتفاق میفتن پیش‌فرض نگیریم. مسئله استقراش که مهم میشه باشه، چجوری میتونه کامپلیمنتی مسئله رو بکنه، علاوه بر معنادار بودنش مسئله سپروکز بشه. حالا اگر یک چیز اتفاقی داره در عالم خارج میفته، با توجه به محفوظ بودن اون رابطه علت و معلولی، حالا میتونیم ما اینداکتیو ریزنینگ استفاده بکنیم،
میتونیم از چیز استقرایی استفاده بکنیم برای اینکه ببینیم اون پدیده واقعا ست اوکی روش هم رو اشاره کردیم. به نظر من حقیقت سوالی که داشتم برای این مبنا بود که شما علیت توضیح دادیم و استقرار نبود. به نظر من یه حالتی نمیتونستیم مثلا این رو توی فلسفه علم خوب باش بحث، ولی الان میبینم که هر دو تا اگه در کنار هم قرار بگیرن میتونه برای یک فیلسوف که در مورد معرفت علمی میخواد فکر بکنه این خیلی چیز طول خوبی باشه، بخاطر اینکه هم به ما یه شروط پیشینی رو میده که معرفت علمی رو صادق میکنه، هم به ما یه شروط رو میده که دقیقاً بحث ابطال پذیری رو از طریق بحث استقرار چیز میکنه. حالا میگم این بعد چیزی بود که ذهنم الان اومد. من دو سوال داشتم علاوه بر این کامنت. سوال اول این که این بحثی شما مطرح کردید مرزهای زبان بر مرزهای جهان ما دلالت میکنن، علاوه بر بحث سالفسیسیزم که قرار شما قبلا بعدا بحث کنین، این از لحاظ حالا سمنتیک یا از لحاظ حالا سویه های دیگه‌اش چه رابطه‌ای با سوژه متافیزیکی داره؟ چون من اینجوری که متوجه شدم شما یه تفکیک بین من تجربی و من فلسفی انجام دادید. می‌خوام ببینم که این بحثی که مرزهای زبان بر مرزهای جهان ما دلالت می‌کنه، من یه حالتی متوجهم از لحاظ سالفسیسیزم خود تنها انگاری شما چجوری میشه اینو مثلا تعیین کرد، ولی اگه بخوام این رو بین تفکیک بین من سوژه متافیزیک و سوژه تجربی ببینیم، این گزاره و یا این جمله از روش آیا ربطی داره به اون یا مثلا میتونه توضیح دهنده یه سری از مؤلفه‌های دیگه سوژه متافیزیکی باشه؟ این سوال اولم بود. یعنی می‌خواستم ببینم آیا این میشه مثلا، چون شما بحثی که کردین اومدین داشتین اون ناسازگاری‌ها رو توی سیستم چیز بحث می‌کردین. بعد سوال دوم این که یه موقعی میتونیم بیشتر بحث بدیم که من متوجه شدم این بحث ناسازگاری که مطرح کردین توی سیستم ویتگنشتاینی، ولی آیا سیستم کانتی اینقدر خودش کانسیستنت در این مسئله؟ یعنی چون متوجه شدم شما گفتین که این میخواد یه حالتی بیاد اون ontoloژی جهان پیرامون رو توضیح بده، ولی خودش میخواد سوژه رو منفک بکنه از اون جهان پیرامون. آیا کانت این کارو نمیکنه؟ یعنی در اصل چون اگه کانت هم این کارو بکنه با اینکه مقدار لوازم بیشتری داره، مثلا اون صور پیشینه منطقی معقولات که مطرح کردیم، میخوام ببینم تفاوت کانت و ویتگنشتاین تو این مورد چیه که چرا کانت مقدار نظر میشه سیستمش کانسیستنت تره. البته منم سوالم در رابطه با همون مسائل پیشینه در مورد زبان. وقتی که زبان مثلا مطرح میشه، یک مفهوم و یک بیانی هستش که در محیط پیرامونی معنا پیدا میکنه، یعنی برای بیان یک اندیشه. اون موقع اینجا در توی سیستم ویتگنشتاین یه مشکل پیش میاد و اون این هستش که وقتی که داره زبان رو بیان میکنه که مرزهای جهانه، اون منی که بیان کننده این زبان میشه، اون من جایگاهش کجاست؟ یعنی این زبان از قاعدتاً باید از دهان کسی بیرون بیاد و بیان بشه به هر نحوی، اون کلمه، واژه، اون من چه جایگاهی پیدا میکنه؟ آیا من تجربیه یا من متافیزیکیه؟ این هم باز یکی از اون مواردی هستش که توی این چیز من احساس میکنم که ناگفته میمونه. و البته یه سری چیزای دیگه هم هستش که چون در مورد دید هم همین ماجرا پیش میاد، در مورد دیدن و اون مثالی که شما در مورد چشم زدین، این هم باز همین مثال صادق میشه که این منی که داره میبینه، این من فیزیکیه، من علمیه یا من متافیزیکیه؟ بله بسیار خوب، خیلی نکات خوبی شد و از نقطه سنجی های دوستان سپاسگزارم. نکاتی رو عرض میکنم و انشاءالله باقی بحث رو که همچنان مانده به نوبت آتی سپارم. راجع به نکته اینداکشن که شما گفتید، کامنت اولتون و نسبتش با علیت موافقم. البته این بدین معنا نیست که به سخنان ویتگنشتاین نقدی وارد نیست، اما میتونیم بفهمیم که کانسیستنت نظام فلسفی از این هست. یعنی یک گراند به اصطلاح پریساپوزیشن، یعنی یک مفروض کلان بنیادین مثل علیت، مثل قوانین مرتبه اول رو اون مفروض گرفته. دیدید دیگه چند بار خوندم براتون که میگه علیت اصلا این که یه امری چگونه امری نمیتونه محقق بشه رو بیرون میذاره. یعنی نمیشه به نحو غیر علی معلولی عالم رو فهمید، نمیتوان به نحو غیر علی معلولی عالم رو فهمید. بک گراوند همه ما هست. مثال فرزند خودم رو که دارم در دوران طفولیتش متضمن همین معناست و گفتم کسانی ممکنه توضیح تکاملی هم برای این بدن و بگن آره آدمای نخستین این گونه نبودن، 2000 سال پیش آدمیان این گونه نبودن. فعلا مثلا عرض میکنم که عالم رو، همه پدیده ها رو ذیل مقوله علیت بفهمن.
و مفروضشون این نباشه که یه امری بدون وجود علتی معلولی محقق میشه. نوبت پیشینم این اصل از اصول فلسفه اسلامی رو خواندم براتون که الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، نمیشه از علت واحد دو معلول متفاوت صادر بشه. و اون توضیحی که یکی از شارحان ویتکنشتاین نوشته بود که دو دانه عیناً یکسان رو که شما در محیط میپرورانید، اگر یه تفاوتی در محصولاتشون پدید بیاد با کریستالوگرافی میگید که حتماً یه مؤلفه‌ای بوده که ما لحاظ نکردیم در یکی از اینها. نمیگید یه علت واحد دو تا معلول متفاوت داده. و اصلا سر پیشرفت علم احیانا این. خب در تایید نکته این میگه اصلا خدشه‌ناپذیره، نسسریه، مثل همون کلیت و ضرورت که کانت به مقولات فاهمه منتسب میکرد. استقراء به توضیحی که به تفصیل امروز گفتم، بله البته پاش روی زمین نسبتی با جهان پیرامون داره و موارد مؤید و مبطل در نظام تراکتاتوسی کمک میکنه که شما اون درجه احتمال صدق یک مدعا رو زیاد بکنید یا کم بکنید. فقط این نکته رو در باب کامنتتون عرض بکنم در انتها، چون یکی دو دفعه تعبیر ابطال پذیری رو به کار بردید. ارائه دارید از تعابیر پوپریه در مقابل فالسیفیکیشن. و یادمون هم باشه، خب قبلا هم فکر کنم گفتم پاپر با رساله بر سر مهر نبود و او بعداً هم آمد و نقد بسیار تیزی نسبت به اعضای حلقه وین طرح کرد و اعضای حلقه وین هم کاملاً در ادامه پروژه تراکتاتوس قلمداد می شدند، یا دست کم خودشون اینگونه می انگاشتند که لب ایده های ویتکنشتاین رو گرفتن و verification principalism یا اصل تحقیق پذیری که از ایده های اعضای حلقه وین بود، پوپر به همون حمله کرد و معتقد بود که اینها وقتی ملاک میان علم و غیر علم رو میخوان به دست بدند خطا کردند و از منظر سمنتیک اصلا وارد مسئله نشد، چون مسئله رو معنا شناختی نمیدید. معتقد بود همه اینا ذیل نفوذ ویتکنشتاین بوده و او آمد و فالسیفایبلیتی رو، یعنی ابطال پذیری رو، مرز میان امور علمی و امور غیر علمی قرار داد، در حالی که اعضای حلقه وینا سیرکل که به سان بایبل تراکتاتوس رو میخوندن معتقد بودن که ما باید از وریفیکیشنیزم آغاز بکنیم و اصل تحقیق پذیری و اصل تحقیق پذیری با معنا پذیری و معناداری هم عنوان بود و معناداری با پیکتوریالیتی در نظام تراکتاتوسی. البته کارنپ و برخی دیگر از اعضای حلقه وین یه بحثی دادن، نمیگم عیناً سخنان ویتکنشتاین در تراکتاتوس رو تکرار کردن، اما اولا برخی دیگر از اعضا مثل راشنباخ و دیگران خیلی تحت تاثیر ویتکنشتاین بودن و ثانیاً کارنپ و دیگرانی هم که برخی دیگر از اعضا، چون اعضا یکی دو عضو نداشت بیشتر بودن، همون نکاتی هم که گفته کارنپ به حال تحت تاثیر ایده‌های ویتکنشتاینی قطعاً بوده و همه اینها عنایت داشتن که به یه معنا همه اینها زیر عبای او در آمدند و خب البته بعداً فاصله های دیگری گرفتن. در پرانتز عرض بکنم باز در همین سلسله مقالات فلسفه تحلیلی هم آوردم، عزیزانی که این فایل‌های صوتی رو گوش میکنن ممکن اون مقالات رو هم خوانده باشن. در این حال این رو بگم که یکی از دو اشکال جدی ویتکنشتاین داشت به خوانش اعضای حلقه وین از تراکتاتوس، یا بگیم دو اشکال میدید در کار اعضای حلقه وین. اولا یه اجندای سیاسی برای اونها میدید که خب بود واقعا، یعنی اعلامیه ساینتیفیک ورلد ویو که اینا اوایل 1930 اگر اشتباه نکنم 1931 منتشر کردن، چنانکه من در این مقالات هم آوردم سویه های سوسیالیستی داشته و اینا میگن برای نجات کارگران و بعد تعبیر خرافات دینی این تعابیر رو هم به کار بردن، یه جور حالت ایمانسیپیشن، رهاسازی در این میدیدن و در این حال خب خود رو تحت تاثیر ویتکنشتاین هم قلمداد میکردن. این بخش از کارشون اون نمیپسندید، سویه های اجتماعی سیاسی او، و دوم هم این که اینها فقرات 6-4 به بعد رو که هنوز نخوندیم و موضوع بحث جلسات بعدی مونده بعد ما هست، او معتقد بود اینا میس اینترپرت کردن، اولا درست نخوندن و اگر هم خواندن میس اینترپرت کردن و اینا فکر کردن که او جز به توتالیتی آف فکتس باور نداره. حالا خواهیم گفت البته سخنان ویتکنشتاین در باب متافیزیک یا امور رازورانه به قول او فرسنگ‌ها فاصله داره
با آنچه که موسوم است به متافیزیک کلاسیک یا آنچه که موسوم است به تلقی دینی. اما ظاهراً به نظر میاد که خوانش اعضای حلقه وین از تراکتاتوس رو هیچ نمیپسندیده. خود کارلاف هم یه جا توی زندگینامه خودنوشتش میگه که ما فقرات 6-4 به بعد رو درست نخونده بودیم. و البته اگر شما با مانک و برخی دیگه از مفسران ویتکنشتاین معتقد باشید که این 4 صفحه یعنی فقرات 6-4 تا 7 انتهای تراکتاتوس به خاطر حضور او در جنگ جهانی اول و احوالی که در اون دوران داشته هر چه بوده به هر حال بخشی از تراکتاتوس بوده و او این کتاب مشهور و فوق‌العاده تاثیرگذار جهانی رو همراه این 4 صفحه منتشر کرده و همین جهت با اینترپریتیشن اونها موافق نبوده. این دو تا نکته رو گفتم مد نظر قرار بدیم. هرچند پاپر اینها رو نقد کرده، ویتکنشتاین نه اینکه تز پیکتوریالیتی رو پس گرفته باشه، اما خوانش اعضای حلقه وین از خودش رو از این دو منظر دست کم بر نمیتافته. اما پاپر هم با طرح ایده وریفیکیشن طرح ایده فالسیفایبیلیتی با وریفیکیشنیسم از در تخالف در پیچیده و در آمده. اما در باب نکته‌ای که اشاره کردید به قصه سالیپسیزم و نسبتش با سوژه متافیزیکی، نکته خوبیه. من اجازه بدید نوبت آتی بیشتر در این باب توضیح بدم. فقط این مقدار عرض میکنم که هر دو تا نکته‌تون میکوشم با هم بهش پاسخ بدم تا بعد به نکته‌ای که دوستمون اشاره کردن دوست دیگرمون بپردازم. ببینید این رو میتونم بگم که حالا نوبت آتی بحث بیشتری میدم. کانت منظومش اونقدر که من میفهمم سازوارتره، به این معنی که او از فنامنال ورلد شروع کرد، یعنی عالم پدیداری، و چنان که میدانید میان نومن و فنومن تفکیک میکرد و از همون ابتدا همونطور که پاره از شارحان او گفتن نومن هم یه فرض و شرط منطقی بود در نظام فلسفی کانت. او در باب جهان پیرامون سخن میگفت اما موضعش موضع ایدئالیستی بود. فقط تفاوتش این بود که ایدئالیسمش ایدئالیسم تجربی نبود، ایدئالیسم اصطلاحی بود، چنانکه در جلسات نخستم گفتم. مثل بارکلی نبود که بگی مدرک بودن مسابقه با موجود بودن. یعنی این صندلی رو من فقط از آن حیث که متعلق آگاهی من قرار میگیره میتونم ادعا بکنم که وجود داره، چون در باب مایند ایندیپندنسیش من اصلا حرف نمیتونم بزنم. یعنی در باب وجود مستقل از ذهنش، مادامی که من این رو ادراک میکنم میتونم راجع به وجودش هم حرف بزنم. این ایدئالیسم بارکلی بود دیگه. قبلا هم گفتم به قول حکمای مسلمان مدرک بودن مساوق با موجود بودنه. یعنی چیزی وجود داره، حظی از هستی داره، یا من ادعا میتوانم بکنم که حظی از هستی داره که متعلق ادراک واقع شود و مدرک بشود. این موضوع بارکلی بود، ایدئالیسم تجربی. اما ایدئالیسم اصطلاحی که قبلا هم به تفصیل گفتم، اون معتقد بود که بارکلی راه رو تا نیمه آمده و این ایدئالیسم تجربی کفایت نمی‌کنه و ما افزون بر سوژه تجربی باید چه بکنیم؟ از یه سوژه متافیزیکی هم یا ایدئالیسم اصطلاحی هم مدد بگیریم که همون سه مؤلف است. به این معنی است که امپریکال ایدئالیسم در نظام کانتی بدل به ترانسندنتال ایدئالیسم میشه. من می‌خوام بگم این تفتن رو کانت داشته و بعد با انقلاب کوپرنیکی که خودش در نقد عقل محض به خود منتسب میکنه اون وقت توضیح میده که چگونه ما این سوژه رو باید جدی بگیریم. همون چه که عرض کردم قوام بخش فلسفه مدرن و ادامه راه دکارت، چیزی که در قدمای ما و قدمای فیلسوفان قدمای فلسفه مغرب زمین هم دیده نمیشه. به این معنی من فکر میکنم نظام کانتی کانسیستنتر. اخلاق رو هم او در همین سیاق پاشو تو جهان پیرامون نمیذاره. حالا بحث از اخلاق رو که در نظام ویتکنشتاین توضیح بدیم این رو میگویم. یه مقاله من دارم باز از مقالات علمی پژوهشی که در کتاب امر اخلاقی امر متعالی من چاپ شده، کانت، ویتکنشتاین و اخلاق تجربی، عنوانش اینه و اونجا من به تفصیل کوشیدم توضیح بدم با استشهاد به پاری از شارحان کانت مثل اشتفان کورنر عرض می شود که راجر سالیوان که کتاب خوبی راجع به فلسفه اخلاق کانت نوشته و من این کتاب رو ترمی درس میدادم و پاره دیگر از نوشته‌های خود کانت مثل بنیاد مواد طبیعی اخلاق و البته تراکتاتوس ویتکنشتاین و پاره از شارحان او که چه قرابت و چه تفاوتی میان فلسفه اخلاق کانت و فلسفه اخلاق ویتکنشتاین متقدم دیده میشه. اما هر دو در غیر تجربی دیدن اخلاق مشترکن. یعنی هر دوشون معتقدن که ولیوهای اخلاقی یعنی خوبی و بدی، باید نباید،
تکلیف، مسئولیت، وظیفه در جهان پیرامون تعیینی نداره. وقتی که شما رو در قالب کانتکست اخلاقی به کار ببرید. یادتون هست خود شما یه پرسشی چند هفته پیش پرسش خیلی خوبی طرح کردید که پس اگر فعل مثلا من بگم باید این لباس رو پوشید، مثالتون شبیه به این بود. یا حالا من گفتم باید کمربند ایمنی رو بست، که این رو باز اون فاسنکول یکی دیگه از شارحان ویتگنشتاین مثال زده. خب اینجا واژه باید به کار رفته. آیا این گزارم نانسنس یعنی تصویر نداره که من به شما گفتم نه، ما باید اخلاقی رو از باید غیر اخلاقی جدا بکنیم. وقتی من به شما میگم باید کمربند ایمنی ببندید، از نظر فاسنکول به نظر من به درستی، چون میتونید توضیح بدید که چرا باید این کمربند رو ببندید، این کاملا یه ایمپلیکیشن تجربی داره. یعنی مثلا میگید کمربند رو ببند که اگر ترمز کردی سرت به شیشه نخوره، و بعد اگر سرت به شیشه نخوره جلوگیری میکنه از شکسته شدن شیشه، از شکسته شدن از بفهمید سر شما، خون نیامدن اون، بند اومدن راه. ببینید همین توصیف تجربیه که چرا باید کمربند ایمنی رو ببندید. اما این فرق میکنه با بایستگی راست گفتن. ببینید دو جور بایده، یا بگیم دو جور نورماتیویتیه. علاوه حالا اخلاق در نظام کانتی، در نظام ویتگنشتاینی نسبتش با جهان پیرامون انسلاخه، یعنی اخلاق، ارزش اخلاقی ولیو در عالم جای نداره. به این معنی من میخوام بگم میشه فهمید که کانت نظامش کانسیستنتر، هم اخلاق رو جدا کرده، هم عالم رو فنومنال دیده. ویتگنشتاین به نظر میاد در این مقالم ادعای ما اینه، از یه جای دیگه شروع کرده به یه جای دیگه ختم کرده. یعنی ابتداءً تعیین اونتولوژیک رو مفروض گرفته برای اینکه می‌خواست از پیکتورالیتی حرف بزنه، برای اینکه این اصناف نسب و روابط میان امور در جهان پیرامون براش مهم بوده، یه پای تئوری معناداریش بوده و بعد نمی‌خواست از جهان پیرامون منسلخ بشه. منطق رو از جهان پیرامون جدا کرده. the only necessity that exists is logical necessity، همین ها رو جدا کرده. منطق و ریاضیات رو چنان که دیدیم و بعد قوانین علم رو، همین ها درست یک نسبتی با جهان پیرامون داره که چندان نسبت روشنی نیست. حالا عرض کردم این که به کجا میرسه این پروژه و احیانا چه راهکارهایی پیش باشه من بعداً عرض میکنم، اما پاسخ داده باشم در این مقطع به پرسش شما. موضع کانتی موضع موجه‌تر یا بگم کانسیستنت‌تری. در باب سالیپسیزم هم اجازه بدید نوبت آتی عرض بکنم و اینکه آیا سالیپسیزم به قول شما از مقتضیات و مؤلفه‌های سوژه متافیزیکی است در نظام ویتگنشتاینی، مثل آنچه که کانت مثلا راجع به صور پیشینی شهود و سوژه استعلایی ترانسندنتال آیمن استعلایی و یا مقولات فاهمه گفته؟ پاسخ کوتاه هم به قول اینا شورت انسرم نه. اما پاسخ تفصیلی که خب حالا پس چه جایگاهی داره سالیپسیزم در نظام ویتگنشتاینی رو که فقره‌اش رو خوندم، اما چون بحث مهمیه اجازه بدید نوبت آتی بهش بپردازم. نکته هم که دوستمون در ادامه طرح کردن، اگر من درست فهمیده باشم، تصورم این است که یه دیمارکیشنی میان من تجربی و من فلسفی ویتگنشتاین قائل میشه و بعد این پرسش و این نگاه اصلا از منظر من تجربی نیست، یعنی کسی که مرز عالم ایستاده و داره نگاه میکنه. بذارید به تعبیر دیگه بگم، شما این پرسش رو از عموم فیلسوفان به اصطلاح تاثیرگذار یا فیلسوفانی که صاحب مکتبن میتونید بپرسید. بذارید من این پرسش شما رو از کانت بپرسم. کانت کجا وایساده که داره این حرفا رو میزنه؟ فکر کنم پاسخ این باشه که من مرز عالم ایستادم. حالا ممکنه بگی شما چرا تو ایستادی من نایستادم؟ میتونی شما بیستی یه حرفای شبیه حرفای کانت یه حرفای دیگه بزنیم، از لانگ است که سیستم سازگار و سازوار باشه فکر کنم پیش رفت میشه رفت جلو. ویتگنشتاین هم به توضیحی که امروز خواندیم از او به صراحت میگه سوژه متافیزیکی مرز عالمه، اونم مرز عالم ایستاده. یعنی این حرفا رو من تجربی نمیزنه از نظر او، سوژه متافیزیکی میزنه، یا به تعبیر دقیق‌تر با مفروض گرفتن سوژه متافیزیکی داره در باب من تجربی سخن میگه و همه اینها در خدمت اینه که من تجربی چگونه میتونه سخن معنادار بگه. ببینید اون مثال میدان دید رو که من زدم شما اشاره فرمودید، بله اون یک مثال، هر دوی اینها در جهان پیرامون رخ داده. این دو هر دوشون ایمپریکالن، یعنی چه چشم من و چه میدان دید من. مثل شما، مثل امروزید، همه ما چشممون یه امر تجربیه، میدان دیدمون هم یه امر تجربیه. غیر از اینه، یعنی در منظر و مرعای من و شماست. الان من این درخت رو میبینم چنان که آوردم شما مثلا در کنار دریا ایستادید و قیس الهازه. چشم شما هم همینطوره، اما او از این متافور، از این تمثیل، از این استعاره داره مدد میگیره برای توضیح این که فرض کنیم که
در این مثال چشم همون سوژه متافیزیکیه و میدان دید کل جهان پیرامونه. میدونید مثالی که میخواد بزنه اینه، فکر میکنم این مثال رو میتونه و این مثال میخواد این کارو بکنه و فکر کنم در این کار موفقه. میخواد بگه صرف بسنده کردن به جهان پیرامون کفایت نمیکنه. یعنی من اگر قرار باشه فقط به جهان پیرامون نگاه بکنم در این مثال، یه چیزی میخواید که تبیینش یا حکیتش رو شما از جای دیگری گرفته باشید. شما میخواید همه امور رو در عالم ببینید، فاین. اما یه چشمی میخواد که خود این چشم نادیدنی توسط شما، اما شما بهش اعتماد میکنی، یعنی به یه معنا یه نسسیتی درش هست. یعنی میگی درسته که من چشممو هیچ وقت نمیتونم ببینم بی واسطه، اما هر چی که به مدد این چشمم دیده میشه رو بهش اعتماد میکنم که در زمره اموری است که میتونه فعل مثلا ادراک حسی من رو شکل بده. هرچند خود چشممو هیچ وقت نمیتونم ببینم. جایی میخوندم این تمثیل رو هم از کسی گرفته، الان خاطرم نیست که کی این تمثیل رو، البته در سیاق دیگری به کار برده بوده و ویتگنشتاین رو در این کانتکست فلسفی به کار میبره. پس درسته که هم چشم و هم میدان دید هر دو در همین جهان پدیداری رخ میدهند. او این مثال رو میزنه و تصور من این است که برای فهم بهتر آنچه که او ازش به سوژه متافیزیکی یاد میکنه، میگه ببین بدون اینکه شما چشمت رو ببینی، اما این چشم یه شرط استعلاییه، یه نسسیتی یا بگیم یه ترانسندنتال کاندیشنه. تا این چشم نباشه بقیه امورم دیده نمیشن، هرچند خود این چشم دیده نمیشه. اما هیچ یک از ما یا عموم عقلا به سبب اینکه چشم خودش رو نمیتونه مستقیم ببینه، به هر آنچه که این چشم میبینه این گونه نیست که اعتماد نکنه، بلکه برخلاف این کاملا چشم او مهمترین منبع است برای احراز ادراک حسی. حالا میگه شما در این تمثیل کل این عالم رو بگذارید میدان دید و سوژه متافیزیکی همین چشمی است که دیده نمیشه، اما تا این نباشه، همون گونه که میدان دید و اموری که در اینجا قرار دارن معنای محصلی نداره دیده شدنشون، تا این سوژه متافیزیکی، یعنی شروط اصطلاحی، یعنی سوژه‌ای که مرز جهانه، فرض نگیرید، اون میگه معرفت من محقق نمیشه. یا به قول ویتگنشتاین من فلسفی همین معنا رو داره، فرق میکنه با من تجربی. واقعا اینجوری میباشه یه چیز پیش میاد، اونی هستش که خب این من فلسفی دقیقا همین رابطه در میون بین من فلسفی و من موجود، من علمی هم وجود داره، من اجتماعی. تا من اجتماعی وجود نباشه من فلسفی هم شکل نمیگیره. این فرض این چیز هستش که این مبنای این هست که این تا من که این چشمی که چشم عینی موجود عینی هستش وجود نداشته باشه، من نمیتونم جهان رو ببینم، ادراکی نمیتونم اصلا. یعنی چی؟ یعنی هیچ ادراکی شکل نمیگیره. حالا یه نفر که چشم نداشته باشه، من میخوام وارد مقوله جدل بشم، میبخشید اینجا نه بفهمید. حالا یه نفر که چشم نداشته باشه ولی ادراکاتش که جایی نمیره، اون ادراکاتش از جهان پیرامون هست، تصورات این آدم هست. این حادث به معنای وسیع‌تر میاد وارد چه حوزه‌ای میشه؟ وارد حوزه‌ای میشه که اگر این جسم نباشه، جسم من متافیزیکی هم شکل نمیگیره. یعنی باز اینجا اصالت برمیگرده به انسانیت و انسان بودن انسان، نه به اون چیزی که تو جهان متافیزیکی شکل میگیره و نه به اون چیزی که در من متافیزیکی شکل میگیره. من توی این چیز میخواستم سوال کنم، یعنی مبنای صحبت من این بود، نه اینکه اون مثال آیا کافی هست یا نیست. این کامنتی رو صحبت آقای امینی بدم که نفرم که آقای دباغ حالا با توجه توضیح که این جلسه، حالا البته جلسه قبلا دادن، میخوام که نمیدونم من درست میگم که یه مقدار این رابطی که شما میگین رو برگردونن در ذهن ما. یعنی ما یه حالتی، حالا البته اگه شما مثلا رئالیست باشی، خب درسته من تجربی برات خیلی پر اهمیت هست، که اونی که کسب معرفت میتونه بکنه با رابطش با جهان بیرون. ولی در واقع این تو جلسه توضیح میدن که شما اگه بخواید مثلا ایدئالیسم اصطلاحی ما از اون زاویه نگاه بکنیم، این من تجربی در پیش شرطش همون قرار گرفتن من اصطلاحی میشه. یعنی همونطور که نظام کانتی هم توضیح دادن اون سه مؤلفه‌اش رو، من اصطلاحی رو، به نظر من این مقدار رابطه برمیگرده. و حالا من دوستم آقای دباغ توضیح بده و اینکه این سوالی که شما مطرح کردیم و امیدوارم که آقای دباغ میشه توضیح بده، بحث زبان هست که زبان اینجا برای من، برای سوژه متافیزیکی چقدر قوام بخشه. آیا یعنی یکی از اون
مؤلفه‌هایی که سوژه متافیزیکی در مرز جهان داره یا زبان در داخل خود چیز قرار میگیره، زبان خارج از اون حالا محدوده یا مثلا قوام اون سوژه متافیزیکی است. من این چیزا بیشتر مورد بله عرض می شود که راجع به نکته اولی که شما گفتید، ببینید اون مثال چشم فکر میکنم حتی به این معنا هم همچنان کار میکنه. اون کسی که احیانا بینایی نداره یا چشم نداره، خب ادراک بصری هم دیگه نداره. من مرادم از ادراک حسی بیشتر ادراک بصری بود، نه اینکه خب چنین کسی فی المثل بله میتونه ادراک شنوایی داشته باشه اما دیگه ادراک بصریش از بین میره. یعنی اون حالا بخوایم این رو در کانتکست فلسفی ترجمه بکنیم، داشتن چشم یه ترانسندنتال کاندیشنه برای بیناییه، فقط برای بینایی، یه شرطی است که ضروری است برای دیده شدن یا برای ندیده شدن، برای دیدن ببخشید، چون یه آدم نابینا میتونه توسط دیگران دیده بشه. یه ترانسندنتال کاندیشنه برای دیدن جهان پیرامون. حالا این یعنی از این جهت همچنان این تمثیل فکر میکنم این مقدارش کار میکنه. بعد حالا بیایم شما تفاوت میان اونقدر که من متوجه شدم حوزه پرایوت و سوشال، یعنی انسانی که سوشاله، این را اجازه بدید من نوبت آتی بحث بکنم، چون با سوال دوستمون هم آقا هومن هم نسبتی داره و اون بحث از همین سالیپسیز و خود تنها انگاریه. یعنی یکی از اتفاقا انتقاداتی که حتی به فلسفه کانت هم میشه این است که این نتونسته فائق بیاید، تکل کنه، فائق بیاید بر مشکله سالیپسیزم. این که خود ویتگنشتاین هم از سالیپسیزم اینجا نام برده عنایتی داشته که انشاءالله نوبت آتی بهش میپردازیم. یعنی خود تنها انگاری به توضیحی که در عرایزم گفتم معادلی است که در فارسی خود تنها گروی، خود تنها انگاری، فکر کنم دومی بهتر و دقیق تر از همون که من به کار میبرم. این که خب من حالا به عنوان یه به قول بوعلی انسان معلق در فضام یا کسی که کاملا مثل یه رابینسون کروزو در یک جزیره‌ای، یا اینکه به هر حال ادعاهایی که میکنم ادعاهایی که میتونم بکنم راجع به خودم و کاگنیتیو پروفایلم فقط یه ادعای شخصی است و من چگونه میتونم از این حصار به در آیم و یه هویت جمعی و جاری رو قوام ببخشم یا مشارکت و مساهمتی در اون داشته باشم. این هم نیست که خب باید درباره‌اش نوبت آتی بیشتر گفتگو بکنیم و این یک اتهام یا بگیم یه نقد میتونه باشه که آیا راه میده این بحث پرایوت به یه بحث پابلیک یا من از حصار ذهنی خودم به در آیم. و حتی ویتگنشتاین چنان که دیدیم به نوعی فقره رو خواندم، البته بحثش بمانه نوبت آتی، بخش سخت تراکتاتوس هم هست حقیقتش این فقرات. من یادمه برای هم ترجمه اینها که الان برای شما خواندم راجع به من متافیزیکی، سوژه متافیزیکی و همین فقرات مربوط به سالیپسیز خیلی زمان گذاشتم. هم در شرحش منابع مختلفی رو دیدم و برای خودم هم زمان برد تا مسئله تا حدودی روشن شد از منظر شخصی و هم معادله‌هایی که گذاشتم و بعد شرحی که اون فقرات رو کردم که البته این یه خوانشه در میان خوانش‌های دیگری که هست و پاره مقالاتی که در باب سالیپسیز و اصناف اون هم توضیح داده شده. من نوبت آتی رو ذکر می‌کنم. مرادم این است که به حال یه مشکل از مشکلات جدی فلسفه است و میتونه هر نظام فلسفی به دنبال دوچار بشه. ویتگنشتاین متأخر در عرایزم آوردم، به یه معنا خود او فکر کرده و دست کم پاره از کسانی که او رو کامیونیتاریان خوانده‌اند که او کوشیده با استدلال علیه زبان خصوصی بر این قصه سالیپسیزم فائق بیاد و حتی سابجکتیویسم دکارتی رو که صفحه سالیپسیستیک و فردگرایانه به این معنا یا تنها گروانه، تنها انگارانه به این معنا داره یا دست کم نزد برخی از شارحان او داره، او کوشیده که با یه استدلال اون رو نقض بکنه و توضیح بده که نه، ما زبان خصوصی نمیتوانیم داشته باشیم و زبان ملک مشاعه و این گونه نیست که من بتوانم پاره احساسات و عواطف رو در قالب واژگانی در یه زبان خصوصی وضع بکنم و سخن معنادار بگویم. ببینید پاره از الفاظ یا پاره از آواها میتونه بر زبان من جاری بشه، اما قصه معناداری که مسئله بغرنج و ذو ابعادی از نظر ویتگنشتاین در یه حالت فردی رخ نمیده. البته حرف او
و استدلال او مخالفانی داره و حتی کسانی مثل کریپکی آمدن و این رو به اصطلاح به مثابه استدلالی در له اسکپتیسیزم به کار برده‌اند و اسکپتیسیزم در باب معنا، شکاکیت در باب معنا. و این که از نظر کریپکی به تعبیر خود او meaning assertability condition نه truth condition، یعنی شروط اظهار پذیری در یه قالبی در یک کمیونیتی میشه assert کرد پاره از نکات رو، اما نمیشه truth condition یا شروط صدقی براش در نظر گرفت. یه جور خوانشی کرده، کتاب مشهوری در 1982 نوشت و حول و حوش کتاب او لیترچری پدید آمد که به آن کریپکی و ویتکنشتاین هم گفته می شود یا کریپکستاین، برخی این رو گفتند. من ایامی که ایران بودم یادم یه دانشجوی دکتری داشتیم با من کار میکرد که دیگه البته من نیمه کاره آمدم از ایران، راجع به همین کریپکستاین کار میکرد و آرای کریسپین رایت و دیگران رو مکداول و لانتلی برخی از شارحان او رو خواندن که از قضا یکی از همین افرادی که نام بردم سوپروایزر تز دکتری من هم بود در انگلستان، مایکل لانتلی. او هم خب در حوزه کریپکستاین خیلی کار کرده و مقالاتی نوشته. شاگرد مایکل دامت بود، استاد دانشگاه آکسفورد. و علاوه حالا میخوام بگم که اونم یه لیترچری داره و به هر حال عده‌ای خواستن که این خوانش او رو بپذیرن، این خوانش از ویتکنشتاین متأخر رو بپذیرن که probable language argument یه استدلالی علیه سالیپسیزم، علیه اسکپتیسیزم یا meaning اسکپتیسیزم یا شکاکیت در باب معنا، یعنی معنا صدق و کذبی داره. اما خب کریپکی این رو باور نداشت، ولی به هر حال به انهای گوناگونی کسانی کوشیدن که به کریپکی پاسخ بدن و یک خوانش ریالیستیک از معناداری در نظام ویتکنشتاین متأخرم به دست بدن. علاوه حال اون موضوع بحث ما نیست، فقط این رو دارم عرض میکنم که او چگونه در ادامه philosophical journey یا به اصطلاح مسیر فلسفی خود یا زندگی فلسفی خود به یه معنی میشه که پررنگ از سالیپسیزم فاصله گرفت یا مطابق با این خوانش. اما در تراکتاتوس قصه یه قدری پیچیده است بدین معنا که او به هر حال یه تنین کانتی هم داره، این بحثا تنین پررنگی هم داره و بعد خود کانت هم متهمه. میخوام بگم خود او هم پاری معتقدن که نتونسته بر سالیپسیزم فائق بیاد. این رأی رو قویاً دارن که او برغم همین نکاتی که گفته نتونسته بر سالیپسیزم، انقدری سالیپسیزم رو دیگه معنا کردن، خود تنها انگاری نتونسته فائق بیاد. خب اگر او نتوانسته باشه و این رو شما بپذیرید، اون وقت شاید ویتکنشتاین رو هم که به حال به یه معنی جا پای او گذاشته در تراکتاتوس هم شما در همین سیاق ببینید. البته برخی هم معتقدن که نه، با اینتر سابجکتیو کردن معرفت کانت توانسته از سالیپسیزم فاصله بگیره. من هم به این گروه دوم تمایل بیشتری دارم و فکر میکنم که سالیپسیزم اونقدر که میدانم و خوانده‌ام میشه کانت رو از آن اتهام، اگر این اتهامی است یا اگر این موضعی باشه، او رو از این موضع مبرا دانست و لزوما نظام فلسفی او به سالیپسیزم و خود تنها انگاری و شکاک بودن نسبت به other minds، یعنی نسبت به اذهان دیگر، او رو رهانید. اما اجازه بدید این بحث بماند نوبت آتی. علاوه حالا این که ویتکنشتاین از جایی به بعد امر سوشال براش اینقدر جدی میشه و یکی از آباء پست مدرنیسم هم برخی او رو قلمداد میکنند، احتمالاً تجربه های زیسته او هم که خب نابغه‌ای بود و ذهن بسیار بسیار وقاحی داشت به او مدد رسانده بود که سرمایه‌گذاری روی سوژه متافیزیکی بار ما رو بار نمیکنه و شما میبینید در دوران تفلسف دوم خود دیگه سخن از این امور نیست، سوژه تجربیه. اما چنانکه در ابتدای نوبت آتی خواهم گفت، او یه مسیر خاص خود رو رفته، یعنی نه مسیر فریگر رو رفته در دوران متأخر خود که شرحش بماند برای نوبت آتی، و نه مسیر کانت رو به نظرم یه مسیر دیگه‌ای رو طی کرده و خب البته خوانش‌های مختلفی هم ازش به دست داده شده. علاوه حالا بله مسئله پابلیک بودن یا بگیم سوشال بودن، این تعبیر رساتره، و اینکه انسان موجود سوشالیه و زبانی هم به کامینالیه، اینا خب همه نکاتی است که به هر حال از موضوعات مهم فلسفی است و میشه راجبش سخن گفت و ویتکنشتاین متأخر هم به پاری از این امور متفتن بوده. در دوران متقدم خود ظاهرا این امور بدین نحو براش شکل نگرفته بوده. به همین جهت هم پاری از شارحان او مثل همین ویلهلم فاسنکل که نقل کرده، من مقاله او رو چند بار خواندم،
که یک کسانی خواستن بگوین ویتکنشتاین متقدم به زبان خصوصی قائل بوده. یکی از همین فقراتی هم که من براتون خوندم شاهد میگیرن، همون فقره‌ای که راجع به سالیپسیزمه. میگن او به زبان خصوصی، چون وقتی شما به زبان خصوصی قائل باشید یه معرفت شخصی رو هم باور دارید دیگه، یعنی معرفتی که از من بیرون نمیاد، احساسات و عواطف و عرض میشود که امور کاگنیتیو منه که این قوام بخش معرفت. اما اگر معتقد باشید که زبان خصوصی ممتنعه، دیگه معرفت شما صفحه اینترسابجکتیو پیدا میکنه و سالیپسیزم هم دیگه محلی از اعراب نمیاد. البته اگر بتونیم اون رو نقد بکنیم به نحو فلسفی. من میگم ادعای ویتکنشتاین اینه که با طرح استدلال علیه زبان خصوصی و اقامه دلیلی علیه این مدعا سالیپسیزم رو به زیر کشیده. اما اینکه در تراکتاتوس چگونه است، انشالله نوبت آتی با بحث از سالیپسیزم و اون فقرات به تفصیل مسئله روشن میشه. اما چنان که دیدین در انتهای عرایزم بحث امروزمون خیلی به درازا انجامید، به هر حال سوژه متافیزیکی و فقرات 5 6 تا 6 رو نمیشه در تراکتاتوس ندید. اینا فرمودید من به صراحت این فقرات رو خوندم براتون که او تفتنی به سوژه متافیزیکی داشته، به صراحت از او یاد میکنه، نه اینکه تلویحه، نه اینکه یه جور خوانش از میشود که نادره. نه، من فکر کنم به حال اینا باید مد نظر ما باشه. او به این امور علی ای حال فکر میکرده و میشم فهمید چرا سوژه متافیزیکی رو وارد دستگاه فلسفی خودش کرده. حالا اینکه چقدر از پس احیانا ناسازگاریاش برآمده یه امر دیگری است، اما اهمیتش رو میشه فهمید. چون تصورش این بوده که ما باید معرفت رو در مرزهای عالم و با پیش چشم قرار دادن سوژه متافیزیکی بار و بار کنیم. هم فریگر پیش چشم داشته و هم کانت. خیلی با سایکولوژیزم مسئله داشته. به همین جهت که سوژه‌ای که فکر میکنه اینا اصلا فایده نداره، یعنی سوژه تجربی. اینا خیلی فکر میکردن به اختفای فریگر تا نیمه اول قرن 20 تا اواسط نیمه اول قرن 20 تا 1950 اون طرف عموم فیلسوفان تحلیلی تحت هم سنت بودن. یعنی معتقد بودن که ذهن یه شأن سایکولوژیک داره. اگه بخوای راجع به قوانین حاکم بر ذهن سخن بگی، این بحثی است که سایکولوژیست‌ها باید بکنن، بیولوژیست‌ها باید بکنن، فیلسوف باید یه کار آپرایورای بکنه. فیلسوف باید یه کار غیر تجربی بکنه. این ترند غالب بود در سنت فلسفه تحلیلی. باید سایکولوژیسم رو یا سایکولوژی رو از لاجیک تفکیک بکنید. اگر این کارا رو نکنید سایکولوژیست شدید، یعنی فرو کاهیده همه امور رو به روانشناسی. سایکولوژیسم یعنی این دیگه، فروکاهش یا فروکاهیدن امور به روانشناسی. ایراد فرگر به امپریسیست‌های تجربی همین بود دیگه. میگفت مثلا لاک وقتی راجع به معناداری سخن میگه، معناداری رو با مفهوم ریزمبلنس گره میزنه و ریزمبلنس که موتنش به قول قدمای ما جاش همین ذهنه. یعنی شباهت تصویر من از درخت با یه درختی بیرونی که میبینم، اگر این محقق بشه پس معنای واژه درخت نزد من موجوده. حرف فرگین بود که اینا اشکالی نداره، اما اینا فلسفه نیست، اینا روانشناسیه، چون در باب سازوکارهای حاکم بر ذهن و عرض می شود که چگونگی مصور شدن پاره از امور در ذهن به مثابه یک تصویر سخن رانده شده و میگفت اینا فلسفه نیست، اینا سایکولوژیه. و اگر کسی دوچار این مغالطه بشه، دوچار مغالطه سایکولوژیزم می شده است، مغالطه روانشناسی گرایی، یعنی فروکاهیدن تفلسف به روانشناسی. دیدی من دو نوبت پیش اگر اشتباه نکنم فقرات 4 رو که میخوندم براتون، زید فقره اصلی 4 تراکتاتوس چند جا اونجا که صحبت از داروین و اینا میکرد 2 یا 3 جلسه پیش بود، توضیح میداد که چرا فلسفه راش از روانشناسی جداست. اینجا هم دیدید دوباره در همین زیر فقرات 5 6 تا 6 گفت من فلسفی من روانشناختی نیست، باز تذکار میده. و بعد جالبه در انتها عرض بکنم براتون، اینا دیگه بعد از مطالعات و کارهای تطبیقی بر من مکشوف شده. پاره از بحثایی که حتی حکمای مسلمان ما کردن، اگر شما از فرگه و ویتکنشتاین متقدم هم بپرسید بحث روانشناختی، یعنی معتقد اینا راجع به اموری که در ذهن، من فقط دارم میگم از نظر اونها چیست، حالا کسی میتونه اصلا با این بحث موافقم نباشه، اما از نظر اونها پاره از مباحثی که قدمای ما کردن یا قدمای مغرب زمین در دوران فلسفه قرون وسطا، اینا همه بحث روانشناختیه. یعنی در باب سازوکارهای حاکم بر ذهن دارن بحث میکنن، نه در باب منطقی که آپرایورای نسسریه یا راجع به اموری که در مرز جهانه مثل سوژه متافیزیکی. اینا مهمه، اینا کار فلسفیه. اونا فرمودید و به این معنی معتقدن اونا وقتی که یعنی این افراد فریگه و این سنت فریگه تراکتاتوسی معتقده که خب اگه یه کسانی راجع به
مثلا وجود ذهنی بحث میکنن، یعنی این که شما بگی مثلا دریایی از جیوه، من وقتی که این گزاره رو میگم چون که خود آقای ما میگفتن این خب حالا چیه؟ تصویرش در ذهنه و خب حالا من در باب وجود ذهنیش و وجود عینیش میتونم سخن بگم. از نظر اونا اینا بحث روانشناختیه. ولی بحث تصور و تصدیق هیچ موقع توی چیز به عنوان بحث خارجی قرار نمیگیره توی این حوزه. یعنی اگر بحث قدما رو تو اون چیزی که توی فلسفه قدیم مطرح میشه به عنوان تصور و تصدیق هیچ موقع توی این حوزه قرار نمیگیره. یعنی عینیت و ذهنیت رو اینو نمیتونیم توی این حوزه قرار بدیم. توی کدوم حوزه نمیتونیم؟ تو حوزه روانشناسی قرار بدیم ما اینا رو. نه، من از منظر اینا دارم میگم. بله، از منظر همین ها میگم که خودشون وقتی دارن بحث میکنن دقیقاً همین مباحث رو دارن مطرح میکنن، اما از اون طرف میگن اینا روانشناسی نیست. روانشناسی نه، اینا به یه معنی دارن اگر هم میکنن آسیب شناسی میکنن، یعنی معتقدن نباید دچار سایکولوژیسم شد. ببینید یعنی از نظر اونها وجود ذهنی یعنی این که به هر حال یک صورتی از فرض بفرمایید که فلان شاید چنان که مستحضری نزد من حاضره، مطابق با مشرب صدراییون چنان که میدانید عالم رو وجود پر کرده. خب صورتی از آن در ذهن من به مثابه صورت وجود ذهنی شکل میگیره و قص علی هذا. معتقدن که این بحث‌ها اشکالی نداره، اما بحث‌های فلسفی نیست، چون اصلا فلسفه کاری با سازوکارهای حاکم الذهن نباید داشته باشه. البته این موضوع در نیمه دوم قرن 20 مخالفان زیادی پیدا کرد. دارم توضیح میدم فقط که به لحاظ تاریخی این موضوع الان خیلی از فیلسوفان ذهن کنونی دارن همون کارا رو میکنن، یعنی بحث‌های به یه معنی تجربی روانشناختی میکنن که از نظر فریگ و راسل و ببخشید فریگ و ویتکنشتاین متقدم بحث فلسفی نیست. بعدن این موضوع دیگه این بسامد رو در نیمه دوم قرن 20 الی زمان لحاظا نداشته تا جایی که من میدانم و تحقیق کردم، اما به هر حال قائلانی داشته و معتقد بودند که باید از این منظر راجع به ذهن و سازوکارهای حاکم بر اون و دیمارکیشن میان فلسفه و روانشناسی سخن گفت. خب ممنون از دوستان و گفتگوی خوب و قابل استفاده‌ای برای من که در بخش پرسش و پاسخ هم صورت گرفت، هرچند عرایض من به درازا انجامید، یعنی بحث ما در این جلسه، اما فکر می‌کنم که گفتگوی ما خوب پیش رفت. من نوبت آتی انشالله چنان که وعده کردم بحث از سالیپسیزم رو که بحث نسبتاً مستوفایی است به بحث خواهم گذاشت و اگر برسیم میریم به سر وقت منزلت اخلاق و فلسفه در رساله منطقی فلسفی. در این حال دوستان بد نیست که برای تکمله بحث ما در باب سالیپسیزم و همچنین پروژه تراکتاتوسی و اون ناسازگاری که گفتم، مقاله‌ای که براتون ایمیل شده تحت عنوان کانت، تراکتاتوس ویتکنشتاین و سوژه متافیزیکی که چنان که آوردم از کتاب زبان و تصویر جهان من برگرفته شده رو عزیزان بخوانند تا گفتگوی سودمندتری نوبت آتی داشته باشیم. مقاله انتهایی کتاب زبان و تصویر جهان عنوانش از اعتبار و حقیقت در اخلاق، افتراق و اشتراک اخلاق طباطبایی و ویتکنشتاین متقدم. این هم باز مقاله علمی پژوهشی دیگری است و خوبه که دوستان برای نوبت آتی این رو هم در مطالعه بگیرن، چون بهش خواهیم رسید به بحث از اخلاق پس از بحث از سالیپسیزم و سوژه متافیزیکی و تکمیل اون بحث. این مقاله هم متکفل مقایسه میان اخلاق در نظام ویتکنشتاینی با اخلاق در نظام مرحوم آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان و مشخصاً با استشهاد به مقاله ادراکات اعتباری که مقاله ششم است در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم است که انشاءالله اون مقاله رو هم من برای عزیزان میفرستم و خوبه که بخوانید. من ورژن انگلیسی این مقاله رو هم، ورژن خلاصه شده انگلیسی این مقاله رو هم سال 2012 در کنفرانس بین‌المللی ویتکنشتاین خواندم. آخرین باری بود که در این کنفرانس شرکت کردم 2 سال پیش. خیلی بحث خوبی بود، بحث خوبی به این معنی که یعنی خیلی گفتگوی خوبی صورت گرفت و من خیلی نکات آموختم و نوعی بحث تطبیقی برای اونها هم جالب بود و برای خود من هم جالب بود که چگونه احیانا میتوانیم دست به این تطبیق ها بزنیم. در انتها عرض بکنم و احیانا به قول قدمای خودمون دخل مقدری بکنم و شبهه‌ای رو یا سوء تفاهمی رو دفع بکنم. من وقتی که میگم فلسفه تطبیقی نه بدین معناست که این حرفایی که
بالمثل ویتگنشتاین زده، نمیدونم 200 سال پیش ملا صدرا زده یا 40 سال پیش علامه طباطبایی. اینا به نظرم خیلی تصاویر خام اندیشانه از فلسفه تطبیقی. فلسفه تطبیقی یعنی به یه معنی حتی فلسفه ناتطبیقی، یعنی شما تفاوت‌ها و تشابه‌ها رو نشون میدید، نه اینکه بخواد بگی که این حرف رو ما 200 سال پیش هم زدیم. یه عده در داخل متأسفانه این گونه ان، مثلا به کانت که میرسن بالمره خطا البته میگن این حرفا رو 400 سال پیش مولا صدرام زده بود یا امثال ذالک. نه، آدم نباید مرعوب بشه در مقابل این فلسفه و نه بیخودی گذشته پرستی بکنه، نه بازخوانی انتقادی سنت خودمون و سنت فلسفه مغرب زمین و از این تطابق‌ها خیلی چیز آدم یاد میگیره، یعنی این تشابه‌ها و تفاوت‌ها. حالا من این مقاله رو که انشالله خواهیم دید توضیح خواهم داد. خب یک قرابت‌هایی دارن اینا با هم، اما تفاوت‌هایی هم با هم دارن و از همه مهمتر از دو خاستگاه مختلف اینا برخاستن. هیچ نباید در پی این بود که آدم بگه اینها سراتر یک کرد بستن یا چنان که گفتم این همون حرفا رو 200 سال پیش زده. نه، پیشینه و خاستگاه این بحثا خیلی متفاوته، اما به هر حال عالم فکره و اینکه دو نفر با دو پیشینه مختلف پاری از مواقع چه قرابت‌هایی بیان اینها دیده میشه و همچنین چه تفاوت‌هایی البته درس آموز است. خب ممنون از شما. تا نوبت آتی که انشالله بحث رو شنبه آتی در همین محل جدید بنیاد سهروردی پی بگیرید. و سلام.